خب سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت، داماشه عزیز و سایر دوستانی که به هر طریقی از طریق وارش اسپورت یا جای دیگه در حال دیدن تصویر ما هستید. ما الان در بالاترین نقطه استادیوم عزادی رشت هستیم، در تلاشیم که به زودی یک گزارش خوب از سید علی هاشمی برای شما داشته باشیم از بازی بازی داماش و آبی پوشان جنوب. امیدوارم که اینترنت هم یاری کنه و به مشکل خاصی نخوریم. علی جان، منم یه سلام عرض میکنم خدمت شما همه دوستان ما که الان دارن به طور مستقیم ما رو میبینن. ساعت حدوداً 3:22 است، حدود که نه دقیقاً 3:22 ظهر یک شنبه 26 شهریور ما بازی که هفته سوم ما مقابل تیم آبیپوشان جنوب. شما هم گفتید خدمت همین همراهمون خدا بکنه که امروز هیچ اتفاق بدی نیفته، ما بتونیم بازی رو راحت خدمت همه همراهانمون تقدیم کنیم. با توجه به اینکه دیگه خودت هم میدونی استقبال بازی اول نشده به دلیل اینکه اطلاع رسانی ها آنچنان قوی نبوده و متاسفانه ما اونطور که باید و شاید ندیدیم هوادارامون رو تو ورزشگاه. البته هنوزم هوادار به ورزشگاه میاد ساعت بازی، جوری که خودمونم خیلی سخت تونستیم از کار و زندگی بزنیم و برسیم به ورزشگاه. به هر حال دوربین البته اینجا سلام میتونیم. آره، به هر حال من دارم نگاه میکنم ببینم نکته هست عرض کنم خدمت من خدمت فقط عزیزان یک نکته رو عرض کنم. ما اینجا نه برق داریم نه اینترنت داریم، هیچی نداریم. آره دیگه اینم حالا تو توضیح بیشتری اگه بدیم ممنون میشم آره که بدونن که واقعا اه، در چه وضعیتی داریم این بازی رو پخش میکنیم. یعنی روی باتری هستیم، هر آن ممکنه که حقیقتا اینترنت قطع بشه. متاسفانه بازی قبل هم اگه دقیقه هولوش 60 70 بود که اصلا اینترنت اکثر و خبرنگارای توی ورزشگاه فکر کنم به دلیل ازدحام جمعیت، ما بیمارستان رازی نزدیکمونه، دو سه تا بیمارستان هم اطراف، خب مثلا یه جمعیتی هر دکلی یه تعدادی رو میتونه از اینترنت رو پوشش بده. قطعا از یه جایی به بعد با توجه به حجم هوادارا این تعداد هوادار باعث میشه که سرعت اینترنت کاملا افت میکنه تو اطراف ورزشگاه، حتی نه تنها خود ورزشگاه. حالا جدا از این قضیه که برق هم نداریم، یعنی اینجا کسی رو باتری میکنه. اومدیم بالا، ما برق نداشتیم. توی یه استوری هم که گذاشته بودم خدمت بچه‌ها تو وارش که دیگه توضیحات رو دادیم که مودم رو تونستیم وصل کنیم ولی لپتاپ و دوربین فعلا برق نداره، یعنی آره امیدوارم که قطع نشه. ما هم در تلاشیم، حالا بین دو نیمه هم سعی میکنیم نور لپتاپ من سعی میکنم کم کنم، مثلا چیزی نمیبینم تقریبا. ما خودمونم نمیبینیم، حالا هر شکلی سعی میکنم که یه جوری باتری بیارم. الان مثلا از اول که ما لایو رو شروع کردیم 100% باتریش الان 85% داریم. خیلی بده. خیلی بده. آره. خیلی بده و امیدوارم که بتونیم شرایط رو به گونه‌ای پیش بریم که گزارش من به درستی تقدیم میشه. علی جان، من یه مقدار در مورد ترکیب صحبت کنم، مطمئنا الان حالا تو همزمان که داری روی ترکیب صحبت میکنی من سعی کنم که اینجا این تصویر رو ببینم و برم روی تصویر استادیوم که همینطوری که تو داری صحبت میکنیم آره هوادارا بتونن به هر حال تصویر استادیوم رو دوربینو بچرخونم. نه شما دست نزن، من خودم من کارش انجام میدم. آره انگار روی بم نشستم. آره واقعا. تو الان تصویر رو دارن آره تصویر زمین رو میبینید که حالا شکل و شمایل جدید زمین عزودی هم ممکنه براتون سوال باشه. این که قبل بازی چمن رو کوتاه کردن تا بتونه کیفیت خوبی رو داشته باشه. علی جان، این پایینم که الان یه مکس بدی یا یه مقدار بله خودش میبینن. آره که بله تیم داوری و بازیکن دو تیم وارد زمین شدن. تیم آبی پوشان جنوب و داماش گیلان به میزبانی تیم داماش گیلان در ورزشگاه عزودی. ما نکته حائز اهمیت و حائز توجه بازی امروز ما این هستش که امروز پور محمد در اون 12 است، دروازه‌بانی که اصالتا اهل آستانه هستش و قبلا در تیم آلومینیوم عراق بازی میکرد. با توجه به اینکه ما امروز سه تغییر هم به طور اجبار در ترکیب داریم، ما امروز سیامک علیزاده رو به دلیل مسئولیت فکر کنم آشیل پای راست یا مایچه ساق پای راست در ترکیب نداریم. پژمان نجات هم مصدوم هستش نداریم و حسین خیلی جزو شاخص‌ترین بازیکن‌های داماش هستن که سه تاشون کل فصل گذشته رو برای ما بازی کردن به جز حالا معدود بازی‌هایی که نبودن و جزو ترکیب ثابت ما بودن و امروز هم ما سه تاشون نداریم. علیرضا جان، دو تیم هم مراسم ابتدای بازی رو انجام میدن. بازیکنان تیم آیپوشان جنوب رو هم در تصویر می‌بینید. من اسامی بازیکنان تیم آیپوشان جنوب رو هم خدمتتون قرائت خواهم کرد. تیمی که کلا هم 12 تا بازیکن دارن، 14 تا البته 14 تا، آره 11 تا ترکیب. اسم سرمربیشون هم جالب اینجاست که اصلا تو لیست قبل بازی نیومده. حالا ما قبل بازی ها که میدونستیم آرش برانی سرمربیشونه، اطلاعات دقیقی اصلا نیست در مورد ترکیبشون. شاید میگه کم کم بیا اینجا آره که آره
مشغول گزارش بتونی بشی. ما یه جابجایی انجام بدیم. صدوق البته الان شنیده نمیشه. این خدمت شما، این خدمت شما. خب عرض می کردم که حالا ما تو لیست، جالب اینجاست که اصلا خود لیست رسمی بازی که هیئت فوتبال و خود ناظر فدراسیون به دست ما رسونده اسمی از سرمربی تیم استقلال ملا ثانی یا همون آبی پوشان جنوب نداریم. به هر حال این هم جزء اتفاقات جالب توجهی هستش که تو سطح اول فوتبال مملکت ما شاهد هستیم. در سطح دوم یا همون لیگ آزادگان، موضوع لیگ یک موسوم به لیگ آزادگان. در اون دروازه امروز تیم داماش گیلان مسعود پور محمد رو ما داریم با شماره 23، مصطفی آقاجانی، مجتبی بیژن، سعید دلاوری که دو بازی گذشته آنچنان بهش بازی نرسید، امروز با توجه به نبود حسین خیری در اون ترکیب هستش و در سمت دیگه آزاد جعفرزاده فکر کنم حکم دفاع راست یا فولبک راست رو حتی میتونه بازی کنه برای ما. سعید طالبی، آرمین بنبساطی، سجاد قلی بگی، محمد رستمی کاپیتان تیم داماش گیلان، امید پورقنبری و عباس کندل 11 مرد امروز. سیامک فرانی سرمربی تیم داماش گیلان به ترکیب فرستاده. تیم داماش هم عکس‌های یادگاریشو میگیره. همچنان هم هوادار به ورزشگاه میاد. فکر کنم هولوش 2-3 هزار نفر رو تو حداقل تو ورزشگاه داریم. ما توجه میگه سمت چپ ما هم جایی که مستقر هست تیم پخش زنده تیم داماش ما. بله اتفاقات عجیب غریب. گیرای ناظر که میگه تیم ما میبینید دو سه بار جابجا شد علیرضا. این ناظر اسمش هم فکر کنم داشته باشیم، ما همیشه باش مشکلاتی رو داریم تو ورزشگاه. برای آقای بهرام کیانی معمولا یه گیروگوری داره، ناظر داوری البته. و به هر حال آقای ناصری هستش، بعد مهدی ناصری هستش که داماشی ها امروز از ابتدا در سمت راست دیده میشن، برخلاف بازی نخستی که در سمت چپ بازی رو شروع کردن. دقیقاً نیمه نخست رو رفتن جلوی تیفوسیا و اون سمت ورزشگاه که سکو داره بازی رو تماشا کنن. بازی رو هم میتونید به طور زنده و مستقیم از یوتیوب بارش اسپورت، لایو اینستاگرام و همینطور آپارات باشگاه تیم داماش مشاهده کنید. ترکیب داماش هم که میره به سمت تیفوسی ها با تشویق هواداران تیم داماش گیلا هم همراه میشه. 11 مردی که امروز میرن که نخستین پیروزی رو مقابل آبی پوشان جنوب به دست بیارن. بریم سراغ ترکیب تیم آبی پوشان جنوب. آرش داجلیری دروازه‌بان این تیم هستش. چه شماره بازیکن‌ها عجیب غریب. من شماره 4 باشه. علی کردانی دروازه‌بان این تیم است. آرش داجلیری، محمود صالحی، ابوالفضل بابادی عکاشه بازیکن ناماشنایی هست برای هواداران فوتبال. رضا آنتیک، احسان الوانزاده بازیکن سابق تیم پرسپولیس، علی فاتح انجیرکی یا انجیرکی همچین چیزی، امیرحسین نشاطچو، وحید نامداری، علی حمودی بازیکن ناماشنا و دیگر بازیکن سرشناس تیم آبیشان جنوب که سابقه پوشیدن تیم پیراهن استقلال رو داره، و ادریس رحمانی از ابتدا در ترکیب 11 نفره تیم آبی پوشان جنوب بازی میکنن. ترکیب تیم داماش رو هم خدمتتون عرض کردم. یه بار دیگه سریع بگم ترکیب داماش رو: مسعود پور محمد، مصطفی آقاجانی، مجتبی بیژن، سعید دلاور، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، محمد سجاد قلی بیگی، محمد رستمی. داماشی هم از همین لحظه با سوت آقای رضا مرادی آغاز میشه و تو به بیرون میره و پرتاب اوت باید توسط علی حمودی انجام بشه. عرض میکردم محمد رستمی، امید پورقنبری و عباس کندل 11 مرد داماژی ها هستن که از ابتدا در ترکیب تیم داماش قرار گرفتن. داماش دو بازی گذشتهش رو بدون پیروزی و بدون امتیاز پشت سر گذاشت و اون آخرای جدول با توجه به اینکه خود استقلال ملا ثانی هم با -3 بازی ها رو شروع کرده جا خوش کرده. آزاد جعفرزاده، داماش داره کاملا با ترکیب سه دفاعی بازی میکنه. مجتبی بیژن مایل به چپ هستش، در میانه مجتبی بیژن و آزاد جعفرزاده ما سعید دلاور رو داریم. داماشی تو میارم به سمت چپ جایی که مجتبی بیژن هستش. بازی میانه زمین
با سجاد قلیبگی، یه پاس پشت مدافعین، امید پورپیامبری میرسه به توپ یا نه، خطا کاملا واضح است، چسبیده به محوطه جریمه. موقعیت خوبی است که توسط داماشی ها به دست اومده. 0-0 مساوی. چهارمین دقیقه از زمان بازی. داماش صاحب یک ضربه خطای مستقیم شد از پشت محوطه جریمه. 3 دقیقه از زمان بازی سپری شده، وارد دقیقه 4 شدیم، نتیجه 0-0 مساوی هست. داماشی ها موقعیت خوبی رو دارن. سجاد قلیبگی یار شماره 11، سعید طالبی، محمد رستمی و مصطفی آقاجانی دو راست‌پا و یه چپ‌پا پشت توپ هستن. اشاره میکنه که محمد رستمی حالا خودش هم رفته اضافه شده که بره عقب‌تر. دیوار دفاعی تیم آیپوشان جنوب، داورم کاملا صحبت میکنه با دیوار دفاعی. سعید بانر و رضا اسکندری او رو در امر قضاوت یاری میکنن. حالا محمد رستمی جدا شده و فقط سعید طالبی و مصطفی آقاجانی موندن. سعید طالبی و پایراس بد زد، مصطفی آقاجانی خودش تو برمی‌داره داخل محوطه، حرکت میکنه و یه کرنر به دست میاد. باز هم یه شروع مجدد، یه ضربه شروع مجدد برای داماشیا به دست میاد. سریع هم تو میفرسته مصطفی آقاجانی، بلند میاد داخل محوطه جریمه. حالا توپ دور میشه. عباس کندل قشنگ درگیر بود با یار حریف، با امیرحسین نشاطچو، بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن‌های پانیک و مقاومت تهران رو در کارنامه داره، بازیکنی که ناماشنا هست در سطح لیگ 2 و 3 برای داماشی ها. ما بازی کرده قبلا. امیرحسین نشاطچو، انبساطی رستمی رو میبینه، نشاطچو مقابلش از توپ رفت به سمت راست، جایی که آزاد جعفرزاده حرکتی رو آغاز کرده، کشیده بالا. عباس کندل رو به عقب، قلیبگی، رستمی، انبساطی آزاد هست، مایل به چپ. مشتاق بیجان میاد بالاتر، کوتاه با سعید طالبی. سعید طالبی توپ از دست میده، خودش تک میزنه تو پای سعید طالبی به بیرون میره. به درستی پرچم به سود تیم آیپوشان جنوب هست. علی حمودی یار شماره 40، کاپیتان تیم آیپوشان جنوب هست، بازیکنی که سابقه پوشیدن تیم پیراهن استقلال رو در لیگ برتر داره. زیر توپ بیزن نشاطچو نمیرسه به ابوالفضل بابادی عکاشه، بازیکن ناماشنایی هم هست. این بابادی بازیکن خوبی هم هستش. پرس یار شماره 20 از آیپوشان جنوب سمت راست، عباس کندل با آزاد جعفرزاده کار میکنه. ما در سایر دیدارها هم که به طور همزمان نیست هیچ کدوم، انبساطی تیم خوش طلایی ساعت 4 باید به مس بازی کنه. نمیدونم آیدی کارتشون صادر شده، عجیب و غریب بود. هفته اول بازی کردن، هفته دوم آیدی کارت نشدن. چطوری هفته اول بازی کردن نمیدونیم. به هر حال امروز با مس کرمانی بازی میکنن که هفته نخست ما رو برد، هفته پیش باخت به نفت و گاز گشتاران فکر کنم، اگر یا مس سنگون و ورزقان. اینو حالا میتونیم نگاه کنیم. به نفت و گاز گشتاران حتی اولمون درست بوده. سایپا و فجر ساعت 17:30، مثل سنگون و ورزقان و خیبر ساعت 18 و 15، چهاردار ملو مثل شهر بابک، شهر راست قشنگ یورو بیورو رفتن جلو. در شیراز مقابل خلیج فاس ماهشهر قرار میگیره. نفت و گاز گشتاران 18:45 دریای بابل رو میزبانی میکنه. نفت مسجد سلیمان میزبان آریو اسلام شهر. پارس جنوبی جمع و شهرداری آستارا سه بازی پایانی که عرض کردم هم سه تا ساعت 18:45 برگزار میشه. مصطفی آقاجانی حرکتی رو انجام داد که توپ با تکل علی حمودی به بیرون رفت و پرتاب شک گرفته. آزاد جعفرزاده میانه زمین توپ استاپ میکنه، میبینیم رستمی رو. قلیبگی بچرخه، فضای خوبی داره، سریع میبندن حفره بین خط هافک و خط دفاعشون. انبساطی، مشتاق بیژن تا کجا بالا میاد. سعید دلاور تقریبا آخرین یار ما هست الان، همراه آزاد جعفرزاده میمونن با بازیکن تیم. سجاد قلیبگی، عباس کندل پاس به عقب بود، یه لحظه کردانی هوشیارانه عمل کرد دروازه‌بان این تیم، توپم خوب دور کرد. سجاد قلیبگی 1-2 اصلا خوب نیست از عباس کندل.
پاسکاری های بازیکن تیم آیپوشان جنوب. توپ میاد به مقابل خط دفاعی. سعید دلاوری خطای فنی رو میده، امیدوارم که کارت زرد رو نگیره. بعد علی فاتح خطا رو متحمل شد در این صحنه. سعید دلاور ببینیم اومدنش به ترکیب میتونه داماشی ها رو حداقل روی آسمون یه مقدار بیمه کنه. ما 2 تا گل خوردیم توی بازی با فجر که اصلا عملکرد خط دفاعیمون جالب توجه نبود روی توپای هوایی. به هر حال علی فاتح خودش ضربه سر اول میزنه که مسعود پور محمد توپ رو جمع میکنه. هوادارهای تیم داماش گیلان هم که از ابتدا دارن تیم رو تشویق میکنن. یه پاس به جلو از محمد رستمی رو به عقب میاد و ضربه سر اول رو میزنه بازیکن تیم آیپوشان جنوب. یارو شماره 4 آرش داجلیری هستش که به توپ ضربه میزنه. انبساطی توپو استوب کرد و مشتاق بیژن رو سمت چپ میبینه. مشتاق بیژن خودش میاد بالا. مصطفی آقاجانی. انبساطی به اون نزدیک میشه، یارو سابق تیم ملوان. سعید دلاور. آزاد جعفرزاده. یا پاس به جلو، باز هم امید پورغنبری پشت خط دفاعی جا خوش کرده اما توپ نرسید بهش. سعید طالبی هم یه خطا رو مرتکب شد. بازی هم با سوته‌های مرادی متوقف میشه. ادریس رحمانی یارو شماره 80 رو میزنه سعید طالبی و از جا بلند میشه. علی کردانی دروازه‌بان این تیم میاد تا کلی جلوتر از محوطه جریمه. ضربه شوری مجدد رو بزنه. سیامک فرانی هم تو صحنه. مشخص 10 دقیقه از زمان بازی سپری شده. نتیجه 0-0 مساوی هست. هنوز موقعیت خطرناکی رو دروازه‌بان ندیدیم. ادریس رحمانی یه ضربه پای چپ که با فاصله اندک از دروازه عبور میکنه. مسعود پور محمد نخستین بازی خودش رو برای داماشی ها انجام میده. رستمی، آزاد جعفرزاده در سمت راست. دوباره با رستمی از پشت سر پرس میکنن. رستمی هم واقعا توی صحنه خونسرده. پور محمد بلافاصله زیر توپ میکشه. ببینیم امید پورغنبری میتونه رو توپ تاثیر بذاره. نه ولی سعید طالبی هر جوری هست توپو میگیره. مشتاق بیژن داماش آرام میاد بالا و آنچنان فشار نمیاره به خودش. تو همین دقایق ابتدایی رستمی بازم بین چند بازیکن توپو میگیره. قشنگ مشخص میدونن نقطه قوت میان زمین تیم داماش محمد رستمی هستش که اگر پرسش کنن پورغنبری یه لحظه میرفت که استوب کنه اما تو از پاش رها میشه. حرکت تیم آیپوشان جنوب. سجاد قلی بیگی میچرخه بالاخره رستمی رو میبینه. 11 دقیقه هم تمام شد. توپ نرسید از رستمی به مشتاق بیژن و یار با سابقه تیم داماش. مطمئنا علی حمودی میاد برای پرتاب. دو بازی گذشته 2 تساوی به دست آورده آیپوشان جنوب اما 3 امتیاز منفی بوده از شروع مسابقات و فعلا -1 هستش. ضربه خطا به سود تیم آیپوشان جنوب هست. احسان الوازاده و علی حمودی پشت توپ قرار گرفتن. احسان الوازاده که با شماره 11 پشت توپ وایساده حالا میکشه پشت محوطه جریمه. ضربه سر اول رو بازیکن داماش زدن، بعدم زدن. انبساطی خودش استارت زده بره به سمت چپ، میتونه حتی سعید طالبی هم صاحب توپ کنه. همینطور هست. سعید طالبی دارن میان بالا. 2 تا بازیکن سمت چپ اومد. سعید طالبی ارسالش یه مقدار با عجله انجام داد، رسید به پورغنبری. خود امید پورغنبری. حالا یه بازیکن که علی عمودی هم از جا میذاره. خود پورغنبری ضربه او دور میشه دوباره از پشت محوطه جریمه. رستمی، انبساطی داره خوب هماهنگ میشه. انبساطی، آزاد، کندل سانتر
بعد او پشت محوطه جریمه دفع شد یه جورایی. رستمی با سر برد سمت راست جایی که آزاد هست. دوباره کندل، بازم سانته عباس کندل خوب نبود برای امید پورغنبری. ادریس علی فاتح بود که یه لحظه تعادلش به هم خورد. بازم سعید دلاور بود که او رو با خطا متوقف کرد. این بار یه مقدار سختگیرانه بود تصمیم رضا مرادی. سیامک فرانیم آرام هستش کنار زمین امروز. وزیرم عرض کردم به طور زنده و مستقیم هم از صفحه یوتیوب وارش اسپورت و هم پیج آپارات باشگاه داماشی گیلان میتونید به طور زنده و مستقیم ببینید. یه لحظه داشت قاطی میکرد امیرحسین نشاطجو که تو حتورس رسون به علی کردانی دروازه‌بان این تیم. تو خورد به دست مصطفی آقاجانی اما بعدش اصابت به یار شماره 8 به بیرون رفته یا نه داور هند گرفت فکر کنم، نمیدونم. زی متوقف هست. خطا به سود تیم داماشی گیلان اعلام میشه. مشتاق بیژن 20% دیگه هم از شارژ لپتاپ ما هم تو ورزشگاه رفته. امیدوارم حداقل نیمه اول برسونه علی ما رو. 10 دقیقه شده. هیچ فایده‌ای نداره. رستمی، سعید دلاور، مشتاق بیژن، انبساطی بهش نزدیک میشه. یه مقدار داماش سعی میکنه با آرامش بیاد بالا. آنچنان به تب و تاب نمیزنن داماشی ها. 0-0 مساوی. رستمی بالاخره توپو زدن اما رسید به سعید دلاور، نتونست عباس کندل رو به توپ برسونه. سعید دلاور نخستین بازی این فصل است که دلاور به طور فیکس در اون ترکیب قرار گرفته. صدای تشویق هواداران تیم داماشی گیلان رو هم میشنوید. پاسکن تیم آی پوشان جنوب، احسان الوانزاده. حالا توپ رو بای انجام شده امید پورغنبری و سجاد قلی بیگی. خود امید پورغنبری رفت تو فضای بسته. رستمی موقعیت دیگه اون فرم خودش رو نداره. ارسال حالا رسید مصطفی آقاجانی. یه لحظه قشنگ سایه زنی کرد مصطفی آقاجانی. توپ هم از سمت مخالف بیرون رفته. علی عمودی هم آنچنان تمایل نداره بازی رو تماشاگرها درگیر هستن با علی فاتح. تو بیرون نرفته. دوباره امید پورغنبری مقابل خط دفاعی تیم آبی پوشان جنوب. حالا با سرس جاده قلی بگی میتونست شوت بزنه. یه لایه هم انداخت. خطا اعلام نشد. قشنگ زد پاشو. فکر کنم امیرحسین نشاطجو بود یا وحید نامداری، ولی زدن کامل پای سجاد قلی بگی رو. هنوز داره اعتراض میکنه. صدای اعتراض هواداران هم به خاطر همینی که بلند شده. کامل خطا بود انصافا. بازی قبلا پژمان نژاد یه جا کشید انداخت پایین دیگه. اوجش اونجایی بود که داور تمارض تشخیص داد. انبساطی، سعید طالبی یه مقدار اومده عقب‌تر. سعید طالبی، دلاور، رستمی سمت راست با آزاد جعفرزاده. 0-0 مساوی. داماش آبی پوشان جنوب، هفته سوم لیگ دسته یک، ورزشگاه آزادی. انبساطی آزاد جعفرزاده رو صاحب توپ میکنه. مشتاق بیژن که میاد بالا. ما آزاد رو بیشتر در قلب خط دفاعی میبینیم با توجه به ترکیب سه دفاعی تیم داماش. مصطفی آقاجانی و کندل یه مقدار بالاتر هستن. سعید طالبی ما بیشتر به پشت محوطه جریمه حرکت میکنه. سعید طالبی توپو گرفته و تعادلش به هم خورده. حالا پورغنبری پشت خط دفاعی و
آفساید اعلام میشه. تعادل سعید طالبیان به هم خورد. آفساید امید پورغنبری اعلام میشه و داماش یکی دو صحنه کاملا زهردار نشون داد، اما منجر به نتیجه خاصی نشده فعلا. علی کردانی هم هنوز به توپ ضربه نزده. حالا میفرسته جلو مشتاق بیژن، ضربه سر اول و توپی که یه تیکه به بیرون رفت و علی حمودی از میانه زمین باید پرتاب اوت رو انجام بده. واسه بازیکن تیم آبوشان جنوب درگیر هستن با محمود صالحی و آزاد جعفرزاده. آزادی که این سمت زمین الان دیده میشه. خود آزاد سر توپ موفق او، محمود صالحی رو جا گذاشت. توپ حالا برمیگرده میانه زمین. بازیکن تیم آبوشان جنوب یا داماش، آبوشان تیم داماش توپو در اختیار میگیرن. علی کردانی دوباره به توپ میرسه. کار با پاش یه مقدار تا اینجا خوب بوده، اما بوی خوبی نمیده. میشه با پرس روی دروازه‌بانشون فشار ایجاد کرد. مصطفی آقاجانی که میخواست سری تو برداره و یه ضد هم داره شک بده، توپش جلو پاش پله شد، رفت بیرون. علی حمودی پرتاب انجام میده. کوتاه هستش. باز هم مشتاق بیژن توپ از مقابل علی فاتح، مهاجمی که مشخصا امروز با خیلی باش درگیری خواهیم داشت. بابادی یه لحظه اومد به توپ برسه. محمود صالحی صورتشو گرفته و احساس ناراحتی میکنه. سعید دلاورم سرشو میگیره و میشینه روی زمین. اینم گفتگوی سیامک فرانی و امید پورغنبری. هنوزم هوادار میاد به ورزشگاه. میبینید طرفداران تیم داماش گیلان رو روی سکوها. محمود صالحی هم روی زمینه هنوز. علی حالا تو داری گزارش که انجام میدی، من این نکته رو بگم که هوادارامون شاید استرس بازی رو داشته باشن، ما اینجا استرس تموم شدن بازی رو داریم. آقا ما هر کی صدای ما رو میشنوه، ما شایدن نیازمند پاوربانک هستیم. هر کدوم هوادارا اگه میتونه ما تماس هم بگیره، یه پیام بده رو پیج بارش صوت، ما میایم پاوربانک رو میگیریم برای لپتاپ. برق نیست متاسفانه. خیلی جالبه. طبقه سوم برق نیست. نمیدونم حالا چرا نیست، نمیدونم واقعا. بازی هم متوقفه همچنان. نتیجه 0-0 مساوی هست. بازی هم به دلیل مسئولیت سعید دلاور که سرش هم باندپیچی بانداژ میگیره، حالا آسیبم جدی هستش برای سعید دلاور. آنچنان نه، اما خب به هر حال روی خونریزی رو داشته در این صحنه. آره سعید دلاور کلا دیگه زیاد دلاورانه عمل میکنه، از سوختگی و آسیب دیدگی براش زیاد ایجاد میشه. طبیعیه. آره براش طبیعیه. سعید دلاور اصلا آسیب نبینه. منو یه جورا یاد علی انصاریان، بازیکن خوشخنده و خوش اخلاق سابق ملی و مینزه. همیشه تو بازی‌ها اگه علی یادت باشه یه سری بانداژ شده داشت یا یه جاش زخمی بود، با پیرانش هم همیشه آخر بازی خونی بود، هیچ کی نمیرفت پیرانشو بگیره. آره امیدوارم باقی عمر سعید باشه. هر چی که از علی انصاریان کم شده به هر حال بازیکن ملی ما بوده. خوب موقع هم یادش کردیم. همیشه با خنده‌اش هوادارا به یاد دارن مرحوم علی انصاریان رو. بپرسیم به گزارش بازی. بازی هم آغاز شده. واسه هم خطا به سود تیم
آیپوشان جنوب هست. علی کردانی میاد به توپ ضربه بزنه. ضربش میاد جایی که علی فاتح از تاثیر اول رو گذاشت. توپ رسید به محمود صالحی یار شماره 7 درگیر با سعید دلاور. انصافا امروز سعید دلاور تمامی توپای دوم رو بوده. علی رضا جان جوانانمون یه محمود صالح داشتیم. حالا شاید همون باشه، ولی به هر حال سعید دلاور امروز انصافا توپای دوم رو همه رو زده مقابل پای بازیکن تیم حریف. مشتاق بیژن، انبساطی، رستمی توپ روی هوا سرگردان. محمود صالحی توپو میگیره. خطا به سود تیم آیپوشان جنوب هست. بازی درگیرانه. اون یه گل جای زمین خطا رو برای آیپوشان جنوب برمقام میاره. از راه دور ژست بازی مستقیم گرفته، انگار باید مستقیم به توپ ضربه بزنه بازیکن تیم آیپوشان جنوب. دورخیزش هم زیاده، فاصله که خیلی زیاده. از همین فواصل ما داشتیم زونتپور رو یه گل زده به شاهین بوشهر تو جام حذفی، اما مستقیم میزنه، خوبم میزنه از راه دور. رضا آنتیک بود که از راه دور خوب زد. انصافا هم خوب گرفت. مسعود پور محمد در 2 مرحله توپو جمع میکنه. دلاور، آزاد جعفرزاده، رستمی، یه پاس به جلو. قلیبگی فرار کرده. خود سجاد قلیبگی باز هم با امید پورقنبری. این بار 1-2 نشست. سعید طالبی داخل محوطه است. امید پورقنبری تو بس همه رد میشه. دور شد، خطرناک. دوباره عباس کندل همون نقطه. سانتر کوتاه کندل این بار بلند فرستاد. بازم مصطفی آقاجانی به توپ نمیرسه و توپ به بیرون رفت. هر دو بار تقریبا خوب فرستاد. سجاد قلیبگی کوتاه اولش رسیده بود به سعید طالبی، میتونست کار تموم کنه. جالب اینجاست که ما یه سری هواداران تو یوتیوب فکر میکنن دوربین از فدراسیون نمیدونم جای دیگه اومده. دوربین کاملا شخصی کار خود بچهای وارش اسپورت هست. ما خواستیم دیگه با بهترین نحو ممکن لایو رو خدمتتون تقدیم کنیم. در حال رسالت وارش اسپورت ارائه خدمات بهتر به هواداران تیم داماش شعارم میتونه باشه. برات حالا آیه رضا مرادی، آنتیک رو عقب فرا میکنه. تک دفاع مقابل ضربه شروع مجدد داماشیا. سعید طالبی خوب میفرسته داخل محوطه. خود آنتیک تو دور کرد. المانزاده، آره بابادی توپش بعد از اصابت به سعید طالبی بیرون میره و پرتاب اوت تا توسط علی حمودی انجام میشه. واسم با بابادی، المانزاده رسوند به فاتح. پاس رو به جلوی او برای محمود صالحی که حاصلی رو نداره و در قلب خط دفاعی به سعید دلاور میرسه. مشتاق بیژن، انبساطی میچرخه دوباره سعید دلاور رو میبینه. تماش تا اینجا میتونست خطرناک باشه موقعیتش، اما تا اینجا ضربه ای رو به سمت چارچوب روانه نکرده و تنها ضربه ای در چارچوب شوت راه دور رضا آنتیک بوده که توسط مسعود پور محمد در داماش جمع شد. حالا ارسال به مقابل محوطه جریمه. ضربه سر اول رو زدن، ضربه دوم هم میزنن. توپ میاد میانه زمین. انبساطی با سر نرسون به رستمی. الوانزاده، خود احسان الوانزاده بین دو بازیکن. رستمی او رو کنترل میکنه. خطا هم نیست، کاملا درست بود تصمیم رضا مرادی داور این دیدار. مشتاق بیژن، نتیجه 0-0 مساوی است. 27 دقیقه از زمان بازی سپری شده. طالبی، مشتاق بیژن مایل به چپ بازی میکنه، جایی که مصطفی آقاجانی بیشتر دیده میشه، مثل قلیبگی که بیشتر به سمت عباس کندلی که سمت راست هست متمایل میشه. آزاد جعفرزاده توپش هر جوری هست رسید به کندل. استارت سجاد قلیبگی خداییش خوب میدو. یه پاس داخل محوطه. باز هم علی حمودی دوباره میرفت که توپو لو بدن. دلاور اومد با سر تو زد. سعید دلاور توپ رسیده اینجا به یار شماره 8. حالا حرکت او به سمت زمین تیم داماش. عالی مصطفی آقاجانی توپ میگیره. حالا پورقنبری نتونست استاپ کنه.
ابوالفضل بابادی عکاشه یار شماره 8 بود که دوباره به توپ میرسه، با سینه میکاره برای علی حمودی. حمودی کوتاه کار میکنه با واسه رو به جلو عباس کندل. آزاد تاثیر او، سرعت سجاد قلیبگی علیرضا چیزی هستش که میتونه ما رو صاحب موقعیت‌های خطرناکی بکنه تو این بازی. حداقل هر بار اون پشت خط دفاعشون پشت یار شماره 30 استارت زده. علی جان شاید باور نکنیم من تا این لحظه اصلا نتونستم بازی رو ببینم. استرس باتری، زوم، لرزش دوربین رو دارم و امیدوارم به هر حال بازی به بهترین شکل ممکن برای دماش پیش بره. متاسفانه من نتونستم ببینم تا این لحظه. آقا ما هم همچنان دیگه میبینید دیگه زیادم نگیم از شرایط سخت پشت صحنه. مصطفی آقاجانی بریم جلو ببینیم موقعیت به کجا میرسه. سعید طالبی حالا قلیبگی فرار کرده به توپم میرسه. سجاد قلیبگی اشاره میکنه عباس کندل بیاد بالا. خود قلیبگی یه ذره کندل دیر اضافه شد تو این صحنه، کشت موقعیت یه جورایی. خود کندل حالا بلند میفرسته، باز هم داخل محوطه. حمودی تاثیرشو نذاشت اما پشت سر ابوالفضل بابادی عکاشه تو به کورنر میزنه و اولین کورنر داماشو از این سمت دروازه است. یه کورنر از اونور فکر کنم زدیم ما تا این لحظه. سعید طالبی میاد برای زدن کورنر. سرزنهای داماش هم جلو کشیدن. سعید دلاور هم داخل محوطه هست. خود سانترش هم خیلی بد بود که مستقیم رسید به محمود صالحی. حالا میرن تو فاز ضد حمله. تو باب نتونست خوب استوب کنه رضا آنتیک. حمودی توپو برمیداره و حرکت میکنه، مشکوک به هندم بوده تو این صحنه. آقاجانی توپو زد. امید پورغنبری باز هم توپ لو رفت. دومین باری هستش که توپو لو میده یه جورایی امید پورغنبری. عباس کندل این سم دیده شده، فکر کنم یه جابجایی داشته کندل. سعید طالبی الان نوک دیده میشه، دو ارسال داخل محوطه جریمه به دنبال توپ. علی فاتح که از کنار دروازه مسعود پور محمد به بیرون میره. سی دقیقه از زمان بازی سپری شده، نتیجه 0-0 مساوی هست. ما یه عذرخواهی هم داشته باشیم از شما هوادارهای عزیز، یه مقدار لرزش داره دوربین، ولی خب دیگه ما ببخشید دیگه ما تجهیزاتمون آنچنان به قول غلام حسین پیروانی امسال اسپانسر هم نداریم، بضاعت ما همینه. بعد مشتاق بیژن، مصطفی آقاجانی اصلا خوب نبوده امروز. مصطفی آقاجانی حداقل تو فاز تهاجمی تا این دقیقه از زمان بازی با توجه به نبود پژمان نجات. عرض کنم ما روی نیمکت اشکان توانا سکویی هم که الان مستقیم زوم میکنه فیلمبردارمون روش، میتونه حتی جایگاه خوبی برای حضور بانوان باشه تو ورزشگاه. گویا درخواستم داده باشگاه داماش برای حضور بانوان در ورزشگاه. به هر حال جای خوبی هم از دورم از با توجه به حساسیت ها نسبت به جایگاه آقایون فاصله خیلی زیادی داره. مثلا تک افتاده اون سکو، صندلی هم داره. سجاد قلیبگی سمت راست، عباس کندل با قلیبگی، آزاد. یه نفرم گفت پاشو گرم کنه سیامک فرانی. دو تا ما میبینیم اون گوشه زمین داره گرم میکنن، از این دور نمیاد. علی مصطفی هستش. من خواستم نیمکت نشینامونو معرفی کنم. اشکان توانا، سید محمد خرم‌الحسینی، مهدی رستمی با اضافه جدید تیم داماژ، رضا پورمهدی، سید حسین حقشناس، مهدی بلالی، آرمان لطف خدا، رضا زاهدتبار و علی مصطفی هستش که روی نیمکت مهیای حضور زمین هستن با نظر کادر فنی. حالا جلو میکشن علی حمودی و علی فاتح. حمودی تو سر توپ با تجربه هستش، توپو خیلی خوب میبره سمت چپ، جایی که محمود وجود داره. حالا منطقه بازی رو عوض میکنه، جایی که احسان الوانزاده در سمت راست رو به عقب حرکت میکنه در عرض زمین. حالا پاس به جلو خوبم دید انصافا بابادی رو
ابوالفضل بابادی عکاشه، استقلال آیپوشان جنوب. البته المانزاده تو این صحنه داره یه مقدار بازی مالکانه از خودش نشون میده. تیمی که تو حدود 32 دقیقه گذشته فقط تو لاک دفاعی فرو رفته بود. حالا کردانی ضربه بلند او خیلی خوب رسید به محمود صالحی. ابوالفضل بابادی عکاشه هستش که یار شماره 8 اسخای میکنم رستمی توپو خیلی خوب از پشت سر میاد، فاتح میگیره. پور محمد ضربه سر اول رو بازیکن تیم آیپوشان میزنن. وحید نامداری بود که ضربه سر اول رو زد. بازیکنی که اون سمت سجاد قلیبگی خیلی آزارش داده با استارتاش، اما فعلا ثمری نشه. حالا مصطفی آقاجانی استارت پشت خط دفاعی به توپ میرسه، آفساید هم نرسید. خوب استارت زد اما به توپ نرسید مصطفی آقاجانی. 33 دقیقه از زمان بازی سپری شده. داماش 0 آبی پوشان جنوب 0. نتیجه‌ای که حداقل تیم آبی پوشان جنوب رو از -1 خلاص میکنه، 0 امتیازی میشن. تصویر رو میبینن بگم به ما که ما سعی کنیم. آره اگرم نکاتی هست، مشکلاتی هست توی لایو، هوادارهای ما باهاش روبرو هستین، مخاطبین عزیز ما کامنت ها رو میخونیم. بچه‌ها وارش اسپورت کامنت ها رو میخونن به ما میرسونن. چیزی هست حتما تو قسمت کامنت های یوتیوب مخصوصا یا بخش سوالات لایو وارش اسپورت در اینستاگرام، یا حتی اگر خب میتونید به علیرضا مؤید احمدی هم پیام بدید، مشکلی نداره. ما حتما رسیدگی خواهیم کرد تا حد توان اون. البته آسا جعفرزاده داماشی ها میان بالا، باز هم در سمت راست خط حمله تیم داماش. سجاد قلیبگی تو سر توپ میاد تو عرض با بیرون پاس سعید طالبی رو میبینه بین سه مدافع، باز هم توپ از پاش رها میشه. چقدر خوب داره بازی میکنه امروز سجاد قلیبگی، بوی گل داره. بازی با مثل کرمان هم یکی دو تا موقعیت صد و نزد. متاسفانه سجاد قلیبگی یه تک به تک رو خراب کرد. نیمه اول بدی رو داشتیم، پر موقعیت بود اما واقعا از یه جهاتی بد بود برای داماشی ها. انبساطی دلاور مشتاق بیژن آقاجانی ارسال با پای چپ، جایی که سجاد قلیبگی عباس کندل خطا ریس شارژ کرد قشنگ. قلیبگی داماش اگر همه نتایج ثابت بمونه یک امتیازی هم بشه تا رتبه 13 جدول خوش بالا میکشه و استقلال ملاسانی بالاخره از رتبه آخر جدول. ببین که هوادار مثل که گفتن که به خاطر لرزش رو سرگیجه گرفتن، ما زوم رو خورده میاریم عقب‌تر. اگر میخوام با کیفیت بهتری ببینن که یوتیوب ببینن که بتونن در واقع جریان جبران بشه. آها خب دیگه علیرضا مؤید احمدی گفت من یه بار دیگه فقط تکرار میکنم، ممکنه صدا واضح نباشه. آره ما یه مقدار زومو کم میکنیم. اگر کیفیت تصویر براتون مهمه میتونید دیگه از یوتیوب بازی رو ببینید. به هر حال میدونید یه مقدار اینستاگرام تو الگوریتم خودش آره خودش کیفیت رو میاره پایین و هر اتفاقی هم بیفته ما الان داریم با دوربین کاملا حرفه‌ای هم عقب که بتونن خودشون آره دیگه تو یوتیوب میتونید خودشون زوم کنن راحت بازی رو ببینن. به هر حال این توضیح هم عرض کنم خدمتتون، کیفیت بهتر اگر میخوان از یوتیوب بازی رو ببینید راحت‌تر. خلاصه اینه، حالا چه با زوم چه بیزوم. سمت چپ خط دروازه تیم داماش، کورنر داخل محوطه جریمه، سریع ضربه تیر دروازه خورد. یه لحظه همه وایسا نگاه کردن، حتی مسعود پور محمد. ضد حمله داماشی‌ها سعید طالبی ضربه سر نشاطجو بود که تیر دروازه داماشو به لرزه در میاره. انبساطی توپش از دست رفت، داورم اعتقادی به خطا نداره. باز هم توی ضربات شروع مجدد علیرضا ما مشکل داریم، واقعا یه مشکل اساسی داره میشه ضربات سر روی ضربات شروع مجدد برای خط دفاعی تیم داماش. ضربه نشاطجو خیلی خوب بود، خورد به تیر، داشت دوباره میرفت به سمت دروازه که پور محمد توپو هر طوری از روی خط دروازه دور کرد. باز هم بازیکنان تیم
آیپوشان، حمودی، پاس به جلو، دلاور، تاثیر سعید دلاور، توپ هنوز به بیرون نرفته و حالا به بیرون میره. آرش داجلیری با کردانی کار میکنه، خیلی خوب تو میبره به سمت چپ جایی که وحید نامداری یار شماره 30 اونجا هست. پاس رو به جلو او به هیچ کدام از بازیکن نمیرسه. سعید طالبی یار شماره 7 از داماش سمت چپ، پا به توپ شده میزنه بر سعید طالبی، ضربه پای راست سعید طالبی که از کنار دروازه میره. چاره میشه گلرشون من چی شد، هیچ اتفاقی نیفتاد، افتاد رو زمین. تا اینجا می‌خواستم میگم حداقل تیم آیپوشان از این حرکات دیگه هم نمیشه گفت کشور حوزه خلیج فارس دیگه الان هیچ نیست دیگه. امیدوارم این هتریک خلصانی تساوی تکرار نشه. بعد 38 دقیقه از زمان بازی سپری میشه و نتیجه 0-0 مساوی است. کردانی هم بالاخره راضی میشه که از روی زمین بلند بشه. تنها موقعیت جدی کردانی، آرش داجلیری، سعید طالبی. یه لحظه خطرناک بود حرکت شدم مثلا همین علی کردانی صداش تر اومد. سعید طالبی یه مقدار قدش بلندتر بود میتونست حتی بگیره توپو. پاس به جلو، حرکتش کامل نشد. ابوالفضل بابادی عکاشه 40 خوبه. مشتاق بیژن، سعید دلاور، آزاد، رستمی با آزاد جعفرزاده دوباره کار میکنه. سعید دلاور، مشتاق بیژن، پاسهای ممتد بین مدافعین تیم داماش. بیژن، آرمین انبساطی، رستمی رو به جلو بین مدافعین داماشی ها پاسکاری میکنن، دارن آرام آرام جلو میان. مشتاق بیژن یه تیکه ارسال میکنه، ارسالش هم خوب نیست. قطعا علی کردانی بدون مزاحمت توپو جمع میکنه. یعنی ما تا یه جهاتی خوب بیایم بعد نمیدونم چرا قراره یهو ارسال کنیم. ارسالا رو از اول ببریم به سمت کنارهای زمین. ما 2 تا بال سانتر خوب داریم، مثلا از اونجا ارسال بشه فکر کنم بهتره تا مدافعین میانی ما توپو ارسال کنن. دلاور خودش میاد ضربه سر میزنه، توش میاد پشت سر میرسه به آزاد جعفرزاده. عباس کندل چیزی از اون ندیدیم تو نیمه نخست. هوادارا رو بگم تصویر هواداران تیم داماش گیلان که از ابتدا تیم رو تشویق میکنن. مجتبی بیژن، آقاجانی، انبساطی، پاس رو به جلو. حالا عباس کندل پشت مدافعین پر عجله به توپ ضربه زد. عباس کندل میتونه توپ حتی بیاره رو پای راستش. سعید طالبی خودش میاد کورنر رو میزنه، سریع میزنه رستمی، توش با فاصله اندک از کنار دروازه کردانی به بیرون میره. داماشم تو این صحنات داره یه مقدار به سمت چارچوب ضربه میزنه. هنوز ما به زحمت ننداختیم یه جوره علی کردانی رو. نکته جالب توجهم، یک بار گفتم خدمت همراهانمون که تیم آیپوشان جنوب یا همون استقلال ملاثانی سابق کلا با 14 تا بازیکن به رشت اومدن. توپم رفته بود بیرون، بعد رسید به محمود صالحی یار شماره 7. پرتاب آزاد با رستمی، خود آزاد جعفرزاده زیر پرس توپو حفظ میکنه. سعید دلاور با پای چپ کشید زیر توپ. امید پرقنبری ضربه سر اولو زد، نرسید به بازیکن تیم داماش. قاطی هم کردن 2 تا بازیکن از داماش و وحید نامداری.
علی فاتح هستش یا وحید نامداری، من نمیبینم از این فاصله. بازی هم متوقف شده. کردانی هم تا کجا اومده داره با سجاد قلیبیگی صحبت میکنه. تماش نیمه نخست رو فکر کنم دیگه مساوی به رختکن میره با توجه به اینکه 42مین دقیقه تمام شد، وارد دقیقه 43 شدیم. ما علیرضا نکات جالبی هم که هست اینه که بعضی از پشت بوم ها مثل اون بالا اگه بشه زوم کرد خیلی سخت حالا آره بگیریم بکنم آره آره اینطوری ریتم هم خدا بیجاد نشه با آره. حرکت دوربین. میتونیم هوادارا هم روی بالا پشت بوم‌های خودشون بازی رو مستقیم دارن میبینن. دوباره ضربه سر رستمی خودش تو بر میداره، میتونه ضد حمله رو شکل بده. رستمی سمت راست، سجاد قلیبیگی، خود قلیبیگی حرکت در عرض او، انبساطی رو میبینه. خود انبساطی پاس تک سربش برای سعید طالبی یه مقدار غافلگیرانه بود، رسید دوباره به سعید طالبی. سجاد قلیبیگی سمت راست، چیکار کرد قلیبیگی؟ رستمی میگه داد میزنه. نه سجاد قلیبیگیه که چه فریادی میزنه سجاد قلیبیگی. داورم اصلا اعتقادی به خطا نداشت تو این صحنه. داورم اعلام خطا نمیکنه. جزء تصمیمات بحث برانگیز داوری همچنان در رش هست. این دومین صحنه ای هستش که یه جورایی سر صدای بازیکنان و کادر فنی داموش هم یه جورایی در میاره. همچنان روی زمین از سجاد قلیبیگی. بازی همچنان متوقف است. سجاد قلیبیگی امیدواریم که مشکل خاصی رو نداشته باشه. برانکاردم میره به زمین. یه خبری هم که همین الان به دستمون رسیده، گویا یه درگیری هایی بین حالا مالک ها و عوامل و اینا یه دماش اینجا رخ داده. حالا پیج باشگاه حتی مثل که اشاره بهش کرده، مثل اینکه حتی یه ماجراهای قضایی هم دارن علیه هم پیش میبرن. یعنی در این حد قضیه مثل که گسترده شده. فکر کنم میگفتم بین جهانگیر عسکری و مثل یه افراد دیگه هم داخل بودن. آره ناصر زحمتکش گویا احتمالاً با دو جایگاه ویژه این اتفاق افتاده باشه. درگیری های مالکیتی این فصل داماش هم کلی اخبار و حاشیه پیرامونش هست. ما همین چند وقت سعی کردیم زیاد بهش نپردازیم تا شرایط آرامش تیمی به هم نخوره، اما گویا این شرایط وجود داره. پیج باشگاه هم خودش مستقیما حالا به این موضوع پرداخته. به هر حال من میبینم بازی نه، من فکرم شاید سایت های مختلف دارن یه مقدار کمکاری میکنن، اما گویا بازی تیم خوش طلایی و مثل کرمان به خاطر همون کارت های بازی تیم خوش طلایی که رفت به اردبیل، سجاد قلیبیگی هم روی برانکارد اومده بیرون. داور چطور خطا نمی شروع نشده فصل، این سومین مصدومی ما میتونه باشه. مصطفی آقاجانی استارتش زده شده در سمت چپ. مصطفی آقاجانی خوب نفرستاد. بازم مصطفی آقاجانی تو بهش همون ابتدای راه قطع شد روی استارت، ولی خوب جا گذاشته بود. علی حمودی رو تعارف زد محمد رستمی و انبساطی. گویا تعویض رو اجباری داریم. سجاد قلیبیگی که داشت خوب بازی میکرد
رضا زاهدتبار رو داره به ترکیب میاره، تعویض اجباری برای داماش. سومین مصدومی ما هست. رضا زاهدتبار هم میاد به ترکیب، اولین تعویض تیم داماش به طور اجباری هم انجام میشه. سجاد قلیبگی بازیکن تیم داماش. چرا داره یادی هم بکنیم از میلاد اعلام نشده ترکیب. آره تعویض هم گویا با هماهنگی نبوده. داورم حالا رضا زاهدتبار رو برمیگردونه. یاد علی یادی هم کنیم از میلاد صفایی، بازیکن فصل گذشته با همین سجاد قلیبگی به رشت اومده بود و ما متاسفانه مصدوم شد و ادامه فصل رو از دست داد. میلاد صفایی که هر جا هست براش آرزوی سلامتی داریم. به هر حال حالا توپ زده میشه، میاد به داخل محوطه جریمه. ضربه سر اول مشتاق بیژن میزنه. رضا زاهدتبار نرسید به توپ. رستمی ضربه سر دوم باز هم میانه را قطع شد. رضا آنتیک رو به عقب با هیدری کار میکنه. توپ لو رفته. حالا داماشی‌ها برن تو فاز حمله. یه مقدار ما بازی سرعت بدیم. چرا اینقدر کند حمله میزنیم؟ امید پورغنبری دوباره همون شد. آرام آرام. آزاد جعفرزاده، عباس کندل. اوه اوه سجاد قلیبگی هم وضعیت بدی داره که داره با آمبولانس اونو منتقل میکنن. داورم خطا نگرفت. من نمیتونم از این بگذارم. مچ پاش پیچید سجاد قلیبگی. صمیم قلب براش آرزوی سلامتی میکنم. بازیکن واقعا با کیفیت. آره ما سعی میکنم حتما بعد بازی پیگیرش بشیم. سجاد قلیبگی متاسفانه حالا آمبولانس هم داره میاد این پایینم بتونه علیرضا بگیره. آره یه لحظه هم گرفت. علی حمودی بریم سراغ بازی. فکرمون چند جا باشه بین باطری و سجاد قلیبگی و بازی. آرمین انبساطی رو به عقب یه ذره درگیر بود با الوانزاده. حالا کردانی زیر توپ. علی فاتح یا مشتاق بیژن. نه مشتاق بیژن به توپ ضربه میزنه و ضربه سر مشتاق بیژن به بیرون رفته. بازی رو جذابی ندیدیم. نیمه نخست 45 دقیقه هم تمام شده. من ندیدم اگه وقت اضافه اعلام شد. وقت اضافه 4 دقیقه 4 دقیقه هم گویا وقت اضافه اعلام شد. ما متوجه نشدیم. 2 دقیقه هم از اون سپری شده. چیزی حدود 2 دقیقه باقی مونده. سعید دلاور توپو لو داد. آلاف تو پاس میندازه پشت محوطه جریمه داماد. تک به تک خوشگلی رو در آورد مسعود پورمحمد. چقدر خوب باز شد جلوی محمود صالحی. یه لحظه آزاد و سعید دلاور بدجوری جا موندن. رضا زاهدتبار ارسال نرسید بازم به پورغنبری. داورم سوت میزنه. سوت پایان نیمه نخست تساوی 0-0. سجاد قلیبگی رو هم مشاهده میکنید. همه رفتن بالا سرش. متاسفم نتونستیم نیمه اول گلی داشته باشیم. گلی هم نزد تیم آیپوشان جنوب. اکثر بازیکنان ما نیمکت نشین و بازیکن ثابت دارن میرن به رختکن. میان بالا سر سجاد قلیبگی. تمام عکاسا و عوامل ورزشگاه میان بالا سر سجاد قلیبگی. متاسفانه فکر کنم پاش بج. آقا من انصافا فکر نمی‌کردم اینقدر آسیب دیدی که جدی باشه. خودت رو بگیریم حالا دیگه زیاد جابجا نشه. یه خورده اگه بری به اون دیوار تکیه بدی خودت میای تو تاج. آقا من بشین اونجا بشین. همینجا بشین. نفس نگیرم به نظرت. نفس بگیر. چرا من صحبت میکنم تا آره تو با نفس بگی. آره میکروفون رو اگر سانازیمو با من بدی من در خدمت دوستان هستم. من سعی کن که اینجا حالا جابجا که میشی آروم میرم. اتفاقات عجیب غریبی نیفته. خب شاهد شکستگی پا. خب سید علی هاشمی الان به من میگه که مثل اینکه سجاد قلیبگی مثل اینکه احتمال شکستگی پاش حتی وجود داره. مثل اینکه آتل‌های گچی براش بستن و
خب اینجا یکی دو تا مشکل که نداریم، مشکل برق که داریم، مشکل اینترنت داریم. کامنت های شما من تو فرصت نکردم بخونم، الان تازه میخوام بخونم تو یوتیوب. مشکل مالکی، دعوای مالک رو داریم، مشکل راه ندادن خبرنگاران و تماشاگران رو در ابتدای بازی داریم. چه مشکلاتی دیگه نداریم دیگه، هر مشکلی رو شما تصور کنید ما داریم. فعلا باتری داریم، امیدوارم که این باتری ما رو جان اندازه. فعلا یه 60-70% باتری داریم. حقیقتش من خودم خیلی خسته شدم، فیلم برداری با پایه دوربین واقعا کار سختیه. این لرزشی هم که وجود داره به خاطر کیفیت بد پایه دوربینه. اگه بخوایم پایه دوربین خوب تهیه کنیم به هر حال چند میلیون هزینهش میشه که فعلا در توان وارش اسپورت نیست. یعنی ما محدود بودجه‌ای که داریم رو به هر حال صرف لنز و دوربین و کامپیوتر این تشکیلات کردیم. فعلا برای امسال دیگه بودجه نداریم، حالا مگر اینکه بعداً سیستم دونیت یا درآمدزایی چیزی راه بندازیم. فعلا که چنین چیزی رو نداریم. من یه خورده از کامنت های شما هم بخونم. بازی ارزم به خدمت شما 0-0 بازی 0-0 هیچ گلی نداشتیم. داماش یکی دو تا موقعیت داشت، آبی پوشان هم یکی دو تا موقعیت داشتن. ممنونم از سینا، سعی میکنیم که همه بازی ها رو پخش کنیم. محمد رضا حبیبی، اون مغازه وارش اسپورت که توی خیابون 8 دی هست ربطی به ما که وارش اسپورت هستیم و بازی ها رو پخش میکنیم نداره. یعنی دو تا برند جدا از هم هستیم، ما ورزشی فروشن و دو تا سیستم جدا هستیم. اینترنت امیدوار اینترنت قطع شده. خب الان روی لایویم ولی کیفیت اینترنت زیاد جالب نیست علی جان. حالا میتونی صحبتایی بکنی، توضیح هم بدم. من احساس سری به گوشی ها میزنم و از شرایط بازی فارغ میشم کنه از چند تا دکلم بیشتر نیست دیگه. آره دکلا اطراف آنچنان گویا برای همچین شرایطی نیستن، با توجه به اینکه ما تو شرایط 6-7 سال پیش از رفتیم. فکر کنم دیگه تو شهر رشت هم تمهیداتی در این باره چه وضعیت زیاد جالبی نداره از نظر پخش حقیقتا. یعنی صدات میاد میره میاد میره، میبینید آره میبینیم دیگه ما هم نوسان داریم، ما رو ببخشید. امیدوارم از میبینی هی حالا تیکه تیکه شنیده میشه ولی خب فایده ای نداره برای این شکل. آره میره رو اعصاب صدا قطع و وصل میشه. آره چاره هم نیست. نتیجه بازی هم پرسیده بودن چندی که عرض کرده بودم که 0-0 در قضیه حالا بعد زمان نکرد. آره فوق‌العاده گرفت. البته آیکوشان دو تا موقعیت تک به تک داشت که مسعود پور محمد گرفت، یه ضربه به تیر دروازه زدن که تو برگشت مسعود پور محمد. من فکرم نمی‌کنم از مشکل از بوشیت باشه، من میتونم تست کنم ولی بعید میدونم. نه چون نوسان داره دقیقاً مشخصه به خاطر چیه و امیدوارم فکر کنم به این. من احساس میکنم با شروع نیمه دوم وضعیت بهتر بشه. باتری هم ارزم خدمت بگم 65% داره. خوبه این لپتاپ ما تهیه کردیم واقعا. این لپتاپ در حالت عادیش مثلا 15 ساعت الی 20 ساعت با توجه به کارهای مختلف باتری نگه هیچ تاثیری نداره. یه تست هیچ تاثیری نداره چقدر اسپورت. بقیه برنامه‌ها که بسته دیگه. آره برنامه حالا تیکه تیکه شنیده میشه، سعی کن یه مقدار در مورد و نظر کارشناسی یا نظر حتی خبرنگاری هواداری رو باید یه مقدار با صبر و حوصله بیشتری در مورد ترکیب داماش بگیم. اما خب این رو هم از زبان زیبایی رو تا اینجا ارائه نداده. اینو ما حداقل چیزی هستش که الان اثبات شده و دیگه جای حرف نداره. فوتبال داماش آنچنان فوتبال رو به جلویی تا اینجا نبوده. نیمه نخست ما چندین صحنه دیدیم، حتی ما دیگه یه جایی هم دیگه صدامون در اومد گفتیم
میتونستیم رو به جلو حرکت کنیم. ما تو ضد حمله نیمه بعد تاک پیش میبریم، یعنی ولی معمول فعلا که شده چهارشنبه اگر برنامه ما رو توی یوتیوب ببینید، آره وارشتاک رو ببینید، ما میتونیم حداقل یه سری آره نکات رو هم اونجا بگیم. به هر حال الان در حال حاضر نمیشه گفت، حداقل اینه که حرفه‌ایشونی که به کادر فنی بومیمون، به کادر فنی که داره زحمت میکشه تا هفته ششم این تازگی‌ها گرفتیم. نهایتاً یک هفته است که به ترکیب اضافه شده بازیکن. 3 تام که فعلا مصدوم بدیم، یعنی 3 تا مصونی دادیم که آمارش، حالا سجاد قلیبگی که یه جورای شکستگی نمیشه گفت حالا ما مشکل بدنسازی داریم و یا حالا چیزی که به شکستگی در ممکنه تو هر بازی اتفاق بیفته و نمیشه قطعی برگرده. یه ذره دیرتر البته برمیگم، یه ذره در جریان هست تو صحبت، بعد آره. می‌بینی صفر هم نمیشه، این نشون میده که پرنایبان داره مصرف میشه. آره. همینه واقعا کشش این سجاد ما با سیامک همین بالا شما بودی دیگه، صداش کردم آقا سیامک. من نایز با توجه به مسئولیتی که به ما بازیکن دیگه و به هر حال 3 هفته گذشت و 3 مصونی تقریبا میشه که تا اینجا داشتیم. به هر حال امیدوارم که دیگه اینقدر این قطع و وصل میشه ریشه کلام جلوی وصلم میشه، یعنی کاملا مشخص. اگر هواداران واقعا دارید این لایو رو میبینید و دوست دارید که لایو برقرار بمونه، خواهش میکنم که گوشیاتون رو از حالت اینترنت خارج کنید. حالا دیگه کسی که تو ورزشگاه یا اطلاع بدید به دوستان توی ورزشگاه که گوشی‌هاشون رو از حالت اینترنت خارج کنن، بلکه وضعیت اینترنت ما بهتر شد. حتی خواهش غیر منطقی گرفتار باشم به نبی، ولی اگر به دوستانی که توی ورزشگاه هستن میتونید اطلاع بدید، اگر بگید که از اینترنت کمتری مصرف کنن، شاید ما امکان استریم بهتری داشته باشیم. واقعا چیزی نیست که در توان ما باشه. دیدید که با شروع نیمه دوم بود که قطعی‌ها زیاد شد. اتفاقا هم بازیکن‌ها که اومدن توی زمین می‌بینیم که وضعیت اینترنت بهتر شده. واسه وجود نداشت دیگه. آره. ما تعویض هم داریم تو همین شروع نیمه دوم که رضا پورمهدی به ترکیب اضافه میشه. من ندیدم کدوم بازیکن رو کشیده بیرون. سعید دلاور هست، آزاد هست، احتمالاً با امید پورغنبری کسی هستش که من نیاز دارم. آره امید پورغنبری و ما سجاد قلیبگی رو در نیمه دوم نداریم و دومین تعویض تیم داماش هم انجام میشه. رضا پورمهدی میاد به ترکیب. امید پورغنبری که نیمه نخست علیرضا آنچنان چشنواز بازی نکرد، چند تا صحنه نتونست توپو تحلیل چیز نکنید زیر پرس حفظ کنه. فکر کنم همین دلیل میتونه باشه که تعویض میشه. و فقط خواستم دلیلش رو خدمت هوادارانمون عرض کنم. شما کم کم برو در جایگاه جای خودم گزارش که دیگه بتونیم گزارش بازی رو شروع کنیم. به خدمت شما. مرسی. صدا هست هر زمانی که خواستید دیگه. خب علی فاتح هم میاد کنار زمین. ما تو این کادر هم نداریم. اطلاع رسانی کنم شروع مجدد لایو رو هم نمیشه میشه. شروع مجدد لایو اطلاع رسانی. خب اینم سوت آقای مرادی. گویا زود زد خودشم. آره دوباره داره بازی تکرار میشه و از همین لحظه در سوت خودش میدم و بازی در نیمه دوم آغاز میشه. داماشه خب خدا شکر وضعیت اینترنت هم خوبه. داماشی ها در سمت چپ، سعید دلاور باز هم ضربه اول رو زد. رضا زاهدتبار جانشین سجاد قلیبگی شد که نیمه نخست رو با معصومیت توپ خورد و پا آقا کاملا خورد و پای بازیکن. چطور کامل خورد به پای بازیکن تیم آقای پوشان جنوب. وحید نامداری در این صحنه مشاهده میکنم. من ترکیب تیم داماش رو سریع بگم خدمتتون: مسعود پورمحمد، سعید دلاور، آزاد جعفرزاده، مشتاق بیژن، مصطفی آقاجانی، محمد رستمی، آرمین امساتی، عباس کنده، رضا زاهدتبار، رضا پورمهدی و سعید طالبی. زاهدتبار و پورمهدی دو بازیکن تعویضی داماش هستن. یکی نیمه اول اومد که زاهدتبار باشه، یکی هم نیمه دوم پورمهدی. رستمی با پای چپ دیده آقاجانی در سمت چپ، خود مصطفی آقاجانی میره رو به دروازه حریف که تو بیرون رفته و پرتاب یا نه
خطا به سوی تیم داماشی ها هست. تیم آقای پوشان جنوب هم تعویضی رو نداشته در نیمه دوم. 4 تا بازیکن تعویضی فکر کنم 3 تا بازیکن تعویضی آوردن علیرضا که یکیش که قطعا گلر باید باشه. کلا 3 تا تعویض داره. کارتاشون اصلا صادر نشد. بله. تیم آقای پوشان جنوب هم میگفتن مربیش آرش برانی، من ندیدم آرش برانی کنار زمین. خب ضربه شروع مجدد، سعید طالبی رفته برای اینکه خطا رو بزنه. سعید طالبی ارسال داخل محوطه جریمه، سرزنهای داماش ناموفق. انبساطی از راه دور. اوه اوه اوه. چه فاصله ای داشت ضربه آرمین انبساطی. کردانی باید از کنار دروازه بازی رو آغاز کنه. داماش هنوز 3 تعویض رو آره وضعیت اینترنت ما هم خوب شد. داماش نیمه نخست رو نیمه دوم رو باید تهاجمی تر بازی کنه تا بتونه بازی رو با پیروزی پشت سر بذاره. حمودی زیر پرس گرفتار میشه، توپش هر جوری هست توسط آنتیک میاد به نوک خط حمله. بابادی نه، مسعود صالحی از راه دور که خود بابادی هم بود که به توپ ضربه زد. توپش با فاصله از کنار دروازه پور محمد به بیرون رفته. مسعود پور محمد کوتاه با مشتاق بیژن کار میکنه. دلاور 3 دفاع میانی تیم داماش آزاد، دلاور و مشتاق بیژن هستن. آزادی که نفوذ نمیکنه، مقابلش عباس کندل و رضا زاهد تبار میان بالا. آزاد خودش حرکت کرد، حالا پاسو رسون به پورمهدی، نه عباس کندل هم اونم نمیرسه. نشاط جو رو به عقب با کردانی کار میکنه، باز هم با پای راست خوب آورد به سمت مخالف. توپ خورد به بازیکن تیم داماش، به بیرون رفته و عباس کندل بود. الوانزاده، نامداری، آنتیک رو به عقب با یار شماره 4 یعنی آرش داجلیری هستش که میرسونه به حمودی. کاپیتان حمودی توپو میفرسته مقابل محوطه جریمه. فاتح و الوانزاده، حالا الوانزاده تو میاره به سمت راست. رضا زاهد تبار استارتش هم زده. خود رضا زاهد تبار، حرکت رضا زاهد تبار ضد حمله که برای داماشیا شکل گرفته. خود زاهد تبار تکل الوانزاده، پا و توپو با هم میزنه اما داور پرتاب میگیره. عباس کندل کم تعدادن داماشیا طبق معمول روی ضد حملات. آزاد جعفرزاده، مجتبی بیژن، طالبی، خود سعید طالبی حرکت او پاسشو رسون به زاهد تبار. 1-2 انجام شد. حالا سعید طالبی پشت به دروازه هستش که گوشو زدن. حالا آزاد دوباره با رستمی. داماش داره نیمه دوم رو تهاجمی تر بازی میکنه، یه مقدار زودتر تصمیم بگیرن داماشیا. میتونیم ما تهدید کنیم حداقل دروازه کردانی رو. مشتاق بیژن، انبساطی، بازم بین را توپ قطع میشه. آزاد جعفرزاده خیلی تعلل داره، بالاخره حرکت میکنه. خود آزاد رو به جلو سمت راست شده که رضا زاهد تبار هست. سانتر او خوب نیست، تو به بیرون رفت و اختلال این سیستم داشتیم که کامنت های اینستاگرام بوی باز بود. الان سعی کردیم ببنیم، اگر خسته شده باز هنوز هست به ما. آره اگر کامنت های تیم آقا خوش طلایی هم جالب اینجا شروع نکردم گل زده مثل کرمان تو. آره فقط ما فعلا هستیم که نتونستیم به گل برسیم. سعید طالبی، خود سعید طالبی، رضا زاهد تبار ارسال بد او دوباره رد شد. رستمی بلافاصله برد به سمت چپ. مصطفی آقاجانی به تو برسه. ارسال مصطفی آقاجانی که بعد از اصابت به ابوالفضل بابادی به کورنر میره. خود مصطفی آقاجانی با پای چپ سریع سرزنهای داماش میان داخل محوطه جریمه. اصلا خوب نفرستاد مصطفی آقاجانی. سعید طالبی پشت خط دفاعی تیم آی پوشان میگیره. دلاور رو عقب با انبساطی. مجتبی بیژن تا کجا بالا میاد مصطفی بیژن. انبساطی
علی فاتحی او رو پرس کرده. حالا انبساطی دوباره علی حمودی رفت به استقبالش با پای چپ میفرسته رو دروازه. نشاتچو، رستمی، طالبی به دنبال توپ هست. خود سعید طالبی توپ حالا میره به کرنر و کرنر به سود تیم داماشی هست. ابوالفضل بابادی عکاشه کرنر داد. این بار سعید طالبی میره با پای راست کرنر رو بفرسته. بازم سرزنای داماش میرن جلو. این فکر کنم پنجمی یا ششمی کرنر تیم داماش است. حالا ارسال، این بار بلندتر، تیر دورتر میشن. توپ رو خط دروازه جمع شد. بالاخره اولین ضربه در چارچوب رو زدیم. 1-0 اینجا شکست. امیدواریم داماش بتونه گلزنی. آره واقعا موج تشویقا که فوق العاده است. داماش هم داره نیمه دوم رو به جلو بازی میکنه. این همون بازی هستش که ما از داماش انتظار داریم. عباس کندل عقب‌تر از زاهد توار چسیلو خط دفاع تو گرفت. بیژن، انبساطی، طالبی، رستمی با پای راست. عباس کندل فرار نکرد و تو با مشایعت محمود صالحی به بیرون رفت. ضربه شروع مجدد است کنار دروازه با توسط علی کردانی زده بشه. عکاس وارش اسپورت هم که علی رهبر باشه تصویر مشخصه. همچنان هم چند نفر از بالا پشت ما بازی رو میبینن. بالکن و بالا پشت رو سقف نشستن و بازی رو میبینن. علی هم داره سعی میکنه بگیره صحنه رو. هوادارا که تب و تاب و شور همه جانبه دارن تشویق میکنن تیم رو. عباس کندل یه بدن گذاشت، رفت بیرون. پرتاب توسط آزاد جعفرزاده. خود آزاد مشتاق بیژن در سمت چپ. بیشتر از همه مدافعین تیم داماش او رو به جلو بازی میکنه. حالا آزاد جعفرزاده هم یه مقدار بالا میاد. چه پاس بدی داد انبساطی. پاس خیلی بد بود و خیلی راحت تو به بیرون رفت. سیامک فرانی سرمربی تیم داماش خیلی فشار روشه. این سومین هفته پیاپی هستش که تیمش فعلا بردی رو نداشته. 2 شکست تا اینجا، 1 تساوی علل حساب تا این لحظه در کارنامه داره داماش با سیامک فرهانی در رشت. 0-0 مساوی. ادریس رحمانی تو بیرون زد. پرتاب به سود تیم داماش است. کرنر یا بعد کرنر به سود تیم داماش است. 54مین دقیقه از زمان بازی. فشار سر صدای هواداران رو هم میشنویم. علی حمودی هستش که داره با داور صحبت میکنه. آره این نقطه از زمین رو ما آنچنان خوب نداریم. من خودم حتی نمیتونم ببینم علی بدون اینکه من واقعا از لای نرده آباد بازی رو بیرونم بری اگه فکر می‌کنی برم بیرون تو کادر دوربین قرار. حالا گل می‌کنه. کرنر نمیدونم توسط چه بازیکنی باز زده شه. فکر کنم نمیتونم فکرم بکنم ببینم کی. آره اصلا کلا دید ما نیست. یارگیری‌های معصومه. رضا سایت‌سوار هم رفته مقابل کردانی داره یه مقدار دروازه‌بان تیم حریف هم آزار میده. ارسال بلند هست داخل محوطه جریمه. سر اولو نزدیم. انبساطی با سر رسون به پور مهدی که پاس او هم لو رفت. نرسید. مصطفی آقاجانی بود که ضربه کرنر رو میزنه. پور مهدی. انبساطی اومد بین را توپ قطع کرد. داماش داره بالا میاد اما یه مقدار پاسامون هیجانی داریم میرسونیم. دوباره آرایش تیمی داماشی حفظ میشه. رستمی رو به عقب با مشتاق بیژن. آرمین انبساطی اکثر توپای مقابل خط دفاعی او گرفته و رستمی یه مقدار بالاتر اومده. یه جورای پاس رو اول انبساطی میشه تو این بازی. مشتاق بیژن، خود مشتاق بیژن، پاس تو در او. سعید طالبی باز هم رد شد از همه. قشنگ یه دونه سر کم داشت. توپ رفت بیرون یا نه؟ پرتاب به سود ما. نه، پرتاب به سود تیم آی پوشان جنوب.
شو پرتاب کرد پور مهدی اما نتونست به توپ ضربه بزنه. 56 دقیقه تمام شد. داماش 0 آی پوشان جنوب 0. داماش نیمه دوم خیلی زهردار و جوندارتر داره بازی میکنه. یه دست گذاشت و داور خطا گرفت. نشاطچو هم توپ رها میکنه تا علی کردانی بیاد بزنه. قشنگ کار با پاش خوب بوده دروازه‌بان تیم آیبوشان جنوب. بازی رو هم به صورت زنده و مستقیم هم از یوتیوب وارش اسپورت و هم اینستاگرام میتونید ببینید. کیفیت یوتیوب قطعا بهتر هستش. ضربه سر اولو ما نزدیم. میتونم بزنم سوار بگیرم. آره میتونن دیگه، خودتون میتونید حتی یه جورای صحنه رو هم عقب بزنید و بازی رو هم یه جورای خودتون برای خودتون یه صحنه ایجاد کنید. عباس کندل کسی رو نداره بتونه بهش پاس بده. آزاد جعفرزاده میاد بالاتر تا پرتاب رو انجام بده. انبساطی خالی هست، ببینیم کوتاه یا پور مهدی. آزاد حالا انبساطی رو میبینه میاد رو دستش مشتاق بیژن. بیژن برد به سمت چپ. آقاجانی، سعید طالبی. طالبی یه بازیکن از پیش رو که آنتیک بوده برمیداره. رضا تبار رو به عقب. انبساطی از راه دور. ضربه ناامید کننده آرمین انبساطی. شعار داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن، امیدواریم خوشیوم بشو. داماش تو همین دقایق هلوش دقیقه 60 از بیقراری یه جورایی در بیان. به قول علیرضا مؤید خوب نیست. حالا رسید مصطفی آقاجانی، پاسش رسید قشنگ به علی حمودی. مشتاق بیژن تاثیر اول گذاشت. مشتاق بیژن یا اوه. یه بازیکنم که علی حمودی باشه روی زمین افتاده. اینا بازیکنایی که دارن گرم میکنن رو میتونید مشاهده کنید. خرم الحسینی، حقشناس، علی مصطفایی و سایرین رو در تصویر میبینید. آره اکثر توپا هم میاره بالا میزنه. خدایم کار و پاش خوب بوده. زای تبار استوپ ناموفق او. وحید نامداری گرفت توپ از نامداری. یه بازیکن دیگر هم از پیش رو برداشت. رضا زای تبار تو با دست زد. نشاطچو قشنگ با دست زد. واسه یه بازیکن که فاتح باشه از آیبوشان روی زمین افتاده و بازی به همین دلیل متوقف شده. نتیجه 0-0 مساوی هست. 60 دقیقه از زمان بازی سپری شده. داماش آبی پوشان جنوب بدون گل مساوی تا این 2/3 زمان بازی رو تا این لحظه سپری کردیم. داماش هنوز به گل نرسیده متاسفانه در رشت. تو که من نمیدونم اگه بازی جام مردانه قرار رعایت بشه یا نه. با سعید دلاور البته فکر کنم بازیکنشون قصدش هم بازی جام مردانه نبود آنچنان. انبساطی، رستمی، آزاد جعفرزاده. یه پاس رو به جلو. رضا زای تبار. خود رضا زای تبار توپو گرفته. خود رضا یه کورنر رو خیلی خوشگل به دست میاره. این رضا زای تبار بازیش بگیره قشنگ هر خط دفاعی رو میتونه آزار بده. این رضا زای تبار باز هم یه بازیکن دیگه که این بار امیرحسین نشاطچو هست روی زمین افتاده. قشنگ داره آزار میدن با این حرکات.
هوادارهای تیم داماشو قشنگ دیگه صداش هم در آوردن. هر باری اتفاقی میفته 2-3 دقیقه رو زمین هستن. بس حالا ارسال داخل محوطه جریمه کردانی، ضربه سر اول رو هیچ کدام دو تیم نمیزن، کردانی زد. مشتاق بیژن تو میگیره رو به جلو حرکت میکنه. بیژن پاسش نرسید به انبساطی. توپو محمود صالحی میگیره و به بیرون میزنه. خورد به پای بازیکن تیم ما. پرتاب به سود تیم آی پوشان جنوب هستش. اینقدر مسئولیت چند تا بازیکنشون افتادن رو زمین باعث شد که این ریتم رو به جلوی داماشیا شکسته بشه. انبساطی باز هم توپ ربایی، خدایی چند بار توپ ربایی کرد امروز انبساطی. حالا رضا زایتبار از راه دور توپش که میشه وای داشت میرفت دروازه. باز هم کورنر. یه دونه از این کورنرها ما حداقل هدمون رو بزنیم. باز هم سعید طالبی این بار بلند، کردانی از دروازه میاد بیرون. دفع نصف نیمه او هم به هر کدوم از بازیکن داماش که اونجا بودن نرسید. مشتاق بیژن به دنبال توپ هست. تکل عباس کندل بدون اشتباه و خطا توپ گرفت. چرا انبساطی حرکت نمیکنه رو دستش؟ خود عباس کندل. پاس عباس برای پور مهدی. انبساطی، رستمی کسی هم نیست رو دستش پاس بده، با سعید طالبی کار میکنه. حالا چیپو برای آقاجانی، توپش نرسید برای بازیکنان داخل باکس ما. انبساطی، رستمی، آقاجانی باز هم تعادلش به هم خورد. خود مصطفی آقاجانی درگیر با علی حمودی، جا گذاشته علی حمودی رو پاس میکنه محوطه. زم کورنر. میگه این کورنرها دارن حوصله سربر میشن، هر بار میزنیم بی دلیل بدون نتیجه. امیدوارم این دفعه کورنر دروازه رو باز کنه و داماش به گل اول برسه. ارسال طالبی، بیژن داخل محوطه جریمه. توپ از منطقه خطر کامل دور نشده. سعید دلاور با خطا ضربه دوم رو میزنه و چقدر کردانی صحبت میکنه با مدافعین خودش. یه جور هم رو اعصاب بازیکن داره میره، یه میان جیگری هم میکنه. امیرحسین نشاطجو، کردانی بلند، آقاجانی با سر، انبساطی خودش دوباره به توپ رسیده. انبساطی حرکت رو به جلوی او. رستمی، آزاد جعفرزاده. کندل تو آفساید بوده، نمیشه بهش پاس داد. همین کارم کرد از آزاد جعفرزاده که اینم خطای رضا زایتبار. باید عرض کنم همچنان که شما میتونید با کیفیت بهتر حتی بازی رو به صورت دیگه همونجا اسلو موشن هم میتونید داشته باشید، خودتون صحنات رو عقب بکشید ببینید و پخش ما در یوتیوب کیفیت تصویر بهتری هم داره. برنامه وارشتاک هم روی یوتیوب پخش میشه. یه تک به تک باز هم پور محمد، اما این بار آفساید بود که یه جورایی گرفت یقه بازیکن تیم آی پوشان جنوب. بعد دومین صحنه هستش که ابوالفضل بابادی عکاشه داره بین مدافعین ما نفوذ میکنه. یه بار آفساید، یه بارم مسعود پور محمد جلوشو گرفت. این بارم مسعود پور محمد جلوشو گرفت. داورم اشاره میکنه دقیق باید بره توپ همون نقطه‌ای که خطای آفساید مرتکب شدن. این پاس عباس کندل که خوب نیست و به آزاد جعفرزاده نمیرسه. علی فاتح آزاد جعفرزاده بالاخره زیر توپ زدیم. زایتبار رسون به پور مهدی، هر طوری از توپ خودش دوباره میگیره. رضا زایتبار استارتو زده. رضا زایتبار چه تکل خوبی زد. یار شماره 80
ادریس رحمانی دوباره توپو گرفتیم، این بار از رضا آنتیک میگیریم، پاس خوب نیست. وحید نامداری تو این صحنه حاضر هست، داره میذاره آرام آرام توپ بره بیرون، تعادلش به هم خورده. سعید طالبی و نامداری روی زمین هست، درگیر هستن دو بازیکن بر سر مالکیت توپ دور شد. انبساطی، تکلو، رستمی، آزاد، مشتاق بیژن، دلاور، مشتاق بیژن. نیمه دوم هم چیزی ندیدیم از تیم آیپوشان جنوب، نتیجه هم همچنان 0-0 مساوی هست. آرمین انبساطی 67 دقیقه از زمان بازی سپری میشه و نتیجه 0-0 مساوی هست. خوشه طلایی هم گل تساوی رو دریافت کرده در 55مین دقیقه از زمان بازی. رستمی از راه دور اقدام به شوت زنی میکنه که توپش آنچنان خوب نیست. دلاور، خود سعید دلاور، توپم لو رفت، حالا ضد حمله رو داره ابوالفضل بابادی عکاشه میزنه، توپ همچنان نگه داشته میبره به سمت چپ، پاسش خوب نیست اما هر طوری هست محمود صالحی به توپ میرسه، به اون نزدیک شده. احسان الوانزاده، خود احسان ابرازاده، داماشی‌ها بین دو سه بازیکن گرفتارش کردن و توپ گرفتن. بیژن چه خبر اونجا، چقدر به هم ریخته دارن بازی میکنن هر دو تیم، مخصوصا داماشی‌ها مقابل محوطه جریمه. ضربه از راه دور، غافلگیرانه بود ضربه احسان الوانزاده. مشتاق بیژن، رستمی، کندل، بیژن، انبساطی، خود مشتاق بیژن، رضا زاهد تبار. داماشی‌ها دارن حالا با حوصله تر بازی میکنن. پور مهدی، پاس رو به جلوش، سعید طالبی یه لحظه تعادلش به هم خورد، طالبی آفساید. خوب داره بازی میکنه داماش، اما سخت داره به دروازه تیم حریف نزدیک میشه. ژست مارشلو بیلسایی سیامک فرانی هم میبینید کنار زمین، بازم کردانی بلند میزنه به سمت چپ، ضربه سر آنتیک، رستمی، انبساطی هر طوری هست رو نگه میداره. انبساطی پاسش میخواست برای رضا بندازه یا نه، کردانی هم از دروازه اومده بیرون، میرفت قاطی کنه، حالا رضا گرفته تو کشید، رضا زاهد تبار کارت زرد رو باید بده داور، یه لحظه قاطی کرد دروازه‌بان و مدافع تیم آیپوشان جنوب. جالب اینجاست کارت زرد رو میده به وحید نامداری یا آرش داجلیری، فکر کنم به وحید نامداری بود که توی این صحنه کارت زرد داد. سعید طالبی دوباره ارسال، این بار هم خوب نیست، حالا پشت محوطه مصطفی آقاجانی، یه ضربه از راه دور، باز هم با فاصله از کنار دروازه بیرون میره. یار شماره 30 هم لنگان داره به کنار زمین میاد. وحید نامداری، کندل، پورمهدی نتونست رو بزنه اما یه پرتاب نصیب داماشی‌ها میشه. آرمین انبساطی توپو خوب استوب کرد و رسوند مشتاق بیژن با آقاجانی، خود مصطفی آقاجانی یه لحظه هم زد پاشو بازیکن تیم آیپوشان جنوب. حالا انبساطی پاس رو به جلو برای عباس کندل، به توپ عباس کندل، خوب دید انبساطی از این فاصله
عباس کندل رو اما الوانزاده، رستمی هم از پشت سر میاد مقابلش. الوانزاده و یه پرتاب اوت رو داور نمیدونه یا کمک هیچ کدومشن تصمیم قاطعی نداشتن. پرتاب انجام میشه توسط وحید نامداری. باز هم الوانزاده پشت به دروازه، رستمی و جعفرزاده توپو گرفتن. نامداری ارسال داخل محوطه، چقدر بد کار کرد مشتاق بیژن. حالا پور محمد دروازه میاد بیرون و توپو میگیره کوتاه با بیژن. بلافاصله آرمین انبساطی رو راه میندازن. انبساطی، پور مهدی، انبساطی، رستمی. یه لحظه چیکار کرد محمد رستمی؟ هر طوری از تو رسود با آزاد جعفرزاده سمت راست. زاید تبار بازم پشت به دروازه تو میگیره، اما دو بازیکن هم با خودش فریب میده. عباس کنده تو دوباره لون. نورافکنای ورزشگاه اسودی هم کم کم دارن روشن میشن. کم کم بازی هم میره که زیر نور برگزار بشه. ساعت بازی هم تغییر کرده که 17:30 شروع میشد. قطعا تو همون نیمه اول ما باید شاهد روشن شدن نورافکنای ورزشگاه اسودی شهر رشت می بودیم. الوانزاده، کندل میاد توپو از اون میگیره. محمد رستمی، آزاد، رضا زاید تبار، رستمی، یه علی مصطفایی رو فرا میخونن کادر فنی تیم داماش. علی مصطفایی هم میاد که وارد زمین بشه. آزاد جعفرزاده، رستمی، رضا زاید تبار نفوذ کرد اما رو به عقب کار کرد رستمی. خود محمد رستمی سمت چپ، داماش باز هم با حوصله داره میاد جلو. مشتاق بیژن، سعید طالبی، آقاجانی، آرمین انبساطی، مشتاق بیژن. خطا رو اعلام نمیشه و داور دستور ادامه بازی رو میده. باز هم دلاور خوب میاد پشت سر تو میگیره. انبساطی با مسعود پور محمد از دروازه کار میکنه. رستمی سمت چپ مصطفی آقاجانی رو دیده. مصطفی آقاجانی آرام توپ نگه میداره. حالا حرکت او یه بازیکن از پیش رو برمیداره و توپش بیرون رفته. رستمی رو هم گویا از ترکیب خارج خواهد کرد سیامک فراهانی. کاپیتان محمد رستمی از ترکیب بازی خارج میشه و بازبند کاپیتانی هم به سعید طالبی کاپیتان دوم تیم داماش میرسه. فعل انفعالاتی که این فصل اتفاق افتاد، رستمی که فصل گذشته بازبند کاپیتانی رو یه جورایی نگرفت و این فصل هم سعید طالبی اومده کاپیتان دوم است. محمد رستمی کاپیتان اول تیم داماش هستش. حمودی، مشتاق بیژن، آزاد، کندل، رضا زاید تبار در سمت راست. علی مصطفی 1-2 او با رضا زاید تبار رسیده به توپم هنوز بیرون نرفته و گویا حالا کمک پرچم میزنه. فکر کنم بیرون هم نرفته بود، میتونست حرکت رو ادامه بده. خب حله. آزاد نه، عباس کندل بود که پاس داد به علی مصطفی یه جورایی اما توپش به بیرون رفت و حالا پرتاب اوت توسط داماشی ها باید انجام بشه. کندل با پور مهدی کار میکنه. خود پور مهدی میچرخه و توپو حفظ میکنه بین چپ بازیکن اما توپش رو زدن. الوانزاده تکل
ناموفق علی مصطفی. خود احسان الوانزاده انبساطی رو هم جا میذاره اما با خطا متوقف میشه و خطا به سود تیم آی پوشان جنوب هست. 0-0 مساوی است. 76 دقیقه هم از زمان بازی سپری شده. هنوز توپی از خط دروازه‌های دو تیم عبور نکرده و نتیجه 0-0 مساوی است. نشاجو هنوز تصمیم نگرفته، بالاخره بلند میفرسته. آزاد جعفرزاده ضربه سر اول، خودش دومی هم زد. زد جایی که انتظار میکشید محمود صالحی، همونجا زد. حالا علی حمودی ارسال، باز هم دلاور اولین ضربه سر رو میزنه همون ابتدای محوطه جریمه. نتیجه که عرض کردم خدمت تمامی هواداران، نتیجه بازی 0-0 مساوی است. حالا عباس کندل یه تو برمی‌داره و حرکت میکنه، تکل وحید نامداری. احسان الوانزاده هم درو کرد یه جورایی و یه پرتاب نصیب داماشیان شده. بازم آزاد توپ پرتاب میکنه. علی مصطفی بازیکنی که بعد از کلی حرف و حدیث و فعل انفعال بالاخره اضافه شد به ترکیب تیم داماش گیلان. خبری هم قطعا دیگه از صادق بارانی که اسمش خیلی دور تیم زمزمه میشد نیست و گویا به رشت و فوتبال داماش نمیاد. طالبی، آزاد، کندل، خود عباس کندل، پور مهدی. حالا رضا زاهدتبا رو در سمت راست جا میندازه، بازم کرنر. یه جالب اینجاست یه هواداران نسبت کرنرها خوشحال نمیکنن. اینقدر کرنر زدیم و نتونستیم رو دروازه موقعیتی خلق کنیم، اما این زاویه رو نداریم، نمیتونیم ببینیم. بهتر به نظر ما همون محوطه جریمه رو داشته باشیم بهتره. حالا کرنر میاد داخل محوطه، باز هم ضربه سر اول رو این آرش داجلیری میزنه. اکثر ضربات سر رو او و امیرحسین نشاطجو زدن. انصافا رو ضربات سر فوق العاده بودن. نشون میده که تیمی که دو بازی گذشته حداقل اینه که کلین شیت کرده واسه همین بوده. داماشم اگر امروز گل نخوره تو این چند دقیقه باز هم کرنر و بدونه. ما هم سعی میکنیم یه مقدار نکات آماری بگیم رو کرنرها. اگر امروز گل نخوره اولین کلین شیت داماش هستش که با مسعود پور محمد رقم میخوره. بازی قبلی ما مقابل تیم فجر سپاسی 2-1 باختیم. در رشت هم مقابل مس کرمان 2-1 در رشت هم مقابل مس 2-1 باختیم. ما به فجر 2-0 باختیم علیرضا جان. آره 2-0 باختیم، به مس 2-1 باختیم. و اگر این نتیجه پا بر جا بمونه چهارمین شکست پیاپی تیم داماش هستش که از بازی فولادنوین اهواز ما نباختیم. البته اگر میباختیم این چهارمین بازی پیاپی که نبردیم. آره 4 بازی گذشته یک بازیمون تو پلی آف لیگ دسته دوم بوده. دو بازی هم توی لیگ داشتیم، توی لیگ دسته یک که هر دو تا بازی رو باختیم. 3 باخت حداقل در 4 بازی گذشته داماش و تا اینجا یک تساوی. هنوز هم البته وقت زیادی باقی هست. 80 دقیقه از زمان بازی سپری شده و 10 دقیقه حداقل برای داماش وقت است که به گل برسه لااقل و این بازی را با بدون پیروزی، یه جورایی میشه گفت بدون پیروزی بازی رو به پایان نبره. حالا حمودی دوباره تو میاره به سمت راست. الوانزاده استوپ خوشگل الوانزاده. عباس کندل قشنگ پرسش کرده. علی مصطفی هم میاد، پرچم این ور زده میشه و نامداری پرتاب اوت بلند باز هم برای الوانزاده، پشت به دروازه کندل تو زد، تو باز هم رسید نامداری. پاس او برای محمود صالحی. آزاد، عباس زیر توپ، ضربه سر اولو باز هم نشاطجو میزنه. واقعا رو توپای هوایی خوبن.
پور مهدی داورم تعادلش به هم خورد، خطا نگرفت. آرمین انبساطی، علی مصطفی، خود مصطفی، هیچ بازیکنی هم رو بالش فرار نمیکنه که واسه بلند بریزه حداقل. باز هم مشتاق بیژن داماش رو توپای هوایی هم آنچنان خوب نبوده با توجه به اینکه نشادجو و آرش داجلیری تمام ضربات سر رو زدن. انبساطی، مشتاق بیژن، مصطفی آقاجانی، اون سمت که بد بسته شده. توپم دوباره لو میره. علی حمودی، حالا توپ لو رفته. سعید طالبی داخل محوطه جریمه، پشت محوطه پور مهدی، علی مصطفی با عجله و بعضی صحنه‌ها هم خیلی کند عمل میکنیم ما داخل محوطه. خیلی عجیبه، ضربات آخر خیلی به هم ریخته میزنیم، اما لحظه‌ای که موقعیت داریم خیلی با صبر و حوصله زیادی داریم بازی میکنیم. آزاد جعفرزاده نتونه سو برسونه به عباس کندل. محمود صالحی هنوزم تعویضی نکرده تیم آبی پوشان جنوب. عرض کردم با 14 نفر به رشت اومدن، کارت بازی اکثر بازیکنشون صادر نشده، حداقل اکثر نیمکت نشینانشون. مشتاق بیژن، اصلا ترکیب این تیم هم دستخوش تغییرات خواهد شد در ادامه فصل. داماش هفته آینده خرم‌آباد میرو با تیم خیبر خرم‌آباد بازی میکنه. رضا زاهد تبار 1-2 او با انبساطی، خود زاهد تبار پاشم میزنن. داور بازم اعتقادی به خطا نداره. مثلا اشاره کنم که در صورتی که تمایل دارید بازی رو با کیفیت بهتر و حداقل خودتون تصمیم بگیرید کجاها رو هم حتی بازپخش ببینید، بازی رو اونجا ما ضبط می‌کنیم میذاریم، حتی تکرار هم میتونید ببینید. همین الان هم داره پخش میشه، بازی رو به صورت زنده هم میتونید از یوتیوب تماشا کنید. رضا زاهد تبار رفت و کورنر گرفت. رضا زاهد تبار گفتم بازیش بگیره میتونه هر خط دفاعی رو آزار بده. ما رو توپای هوایی واقعا مطمئنم نمیتونیم به این تیم ضربه بزنیم. حالا این کورنر رو ببینیم چی میشه. سعید طالبی بد فرستاد، توپ میاد به تیر دورتر. مشتاق بیژن تاثیر اول نرسید به هیچ کدوم از بازیکنان دامون. خود داجلیری، الوانزاده، تعادل داجلیری هم به هم میخوره و خطا اعلام میشه به سود تیم آبی پوشان جنوب. عباس کندل هم یه کارت زرد میگیره و بازم پاشو گرفته این عباس کندل. هشتاد و 4 دقیقه تمام شد و داماش همچنان 0-0 در خانه متوقف شده مقابل آبی پوشان جنوب. ما رو سرعت میتونستیم راحت‌تر به تیم آبی پوشان جنوب ضربه بزنیم. نیمه اولم من گفتم ما رو اکثر صحنات سجاد قلیبگی جا گذاشت مدافعاشون رو همونطور که رو هوا خوبن دقیق همون اندازه رو زمین اینجوری میشه که پاشنه آشیلشون رو من میشه بهشون ضربه زد، اما متاسفانه سجاد قلیبگی هم تعویض شد رفت، با آمبولانس هم رفت. یه بازیکن دیگر هم داره فرا میخونه، سیامک فراهانی. چهارمین تعویض تیم داماش. سعید طالبی یه پاس رو به جلو به هیچ کدوم از بازیکنان. اینم تعویض آخر. من همین داشتم نگاه میکردم چون دو تعویض آخر باید همزمان انجام بشه و یارو شماره 13 هم فرا میخونه سیامک فراهانی. حالا ضربه رو میزنه رضا مهدی رستمی و که مدافع است فکر کنم میاره که رو توپای هوایی بتونه مثمر ثمر باشه. آره قد بلند هم هست. با بقیه تعویضای ما مهدی بلالی و یکی دو نفر دیگه هم دیگه میان به نیمکت. حالا علی مصطفی در سمت راست، تاثیر خوب وحید نامداری تو بیرون میفرسته. سپر سیمانپور هم نداریم تو لیست ذخیره، امروز جز 18 تای اصلی نبوده واسه همین مطمئنا اون هم نیست تو ترکیب و نمیاد به بازی. مهدی رستمی یه بازیکن دیگه هم باید همزمان دو تعویض یه
حداقل 2 تا تعویض ما، تعویض سوم یا چهارم باید همزمان باشه. یه دونه از این دوتا که واقعا نکته که امروز علیرضا یه مقدار توجه ما رو جلب کرد این بود که تیم اون بدنهای خسته آخر بازی رو نداشت نسبتا به بازی گذشته. باز حالا علی فاطم شاید از کنارش میگذری توقف دار و خطا و عباس کندل رو از ترکیب کشید بیرون. فکر کنم الان آزاد جعفرزاده میاد یه خط جلوتر، جایی که بالاخره هم تعویض داره میکنه تیم آی پوشان جنوب. امید سیدالی رو میکشه میاره داخل و محمود صالحی رو وارد زمین میکنه. میگم که حداقلش این بود که یه مقدار امروز بدنی ما سر حالتر بودیم نسبت به بازی گذشته. خودش هم میاد تو میگیره از الوانزاده، کوتاه کار میکنه احسان الوانزاده، سرزناشون داخل محوطه مستقیم میفرسته، ضربه سر اول رو رستمی میزنه. 3 تا بازیکن داماش رفتن یه تو بزنن تو این صحنه. آزاد جعفرزاده چقدر بد زد آزاد. رستمی، انبساطی، دلاور، مجتبی بیژن. دیگه باید سر تا پا حمله بشه، وقتی نمونده. 88 دقیقه. طالبی، خود سعید طالبی، مجتبی بیژن، آرمین انبساطی. یه مثلث اونجا شکل گرفته. مجتبی بیژن، حالا طالبی از باکس میاد بیرون، تو میگیره خود سعید طالبی، دوباره با بیژن کار میکنه. خوشه طالبی هم گل دوم رو به ثمر رسونده. حالا سعید طالبی و علی مصطفی که توپ نمیرسه. مجتبی بیژن یه بار دیگه ارسال. ما رو توپای هوایی مطمئنا نمیتونیم بهشون ضربه بزنیم. توپ رفت بیرون و از همون نقطه‌ای که ما نمیتونیم تصویر داشته باشیم توپ مجدد به بیرون میره. ضربه کورنر، فکر کنم حداقل 10 تا کورنر زدیم کوتاه. علی مصطفی فرست داخل محوطه جریمه. ضربه سر سعید دلاور، پور مهدی همچنان توپ روی هوا هست. واقعا یه دونه کورنر ما میتونستیم کوتاه بزنیم از بین حدود 10 تا کورنر. داورم در سوت خودش میجم و خطا اعلام میشه داخل محوطه جریمه. از بیرون محوطه جریمه خطا گرفت و خطای بازیکن ما اعلام میشه. کردانی بازم زیر توپ. بیژن، رضا زاهدتبار یا آنتیک توپو تاثیر گذاشت. انبساطی خیلی خوبه. این انبساطی امروز واقعا حالا رسید. نه بازم میرفتیم که ضد حمله بزنیم. میکنم دیگه داور داره میاد که وقت اضافه رو اعلام کنه. میکنم بودن همون 4 دقیقه داشته باشیم ماکسیموم، یا 4 یا 6 احتمالاً. میکنم همون 4 دقیقه رو بگیره آقای مرادی. بازم نشاط جو تو پای هوایی رو یکی پس از دیگری میزنن همچنان. 5 دقیقه بین 4 و 6 5 شد. مجتبی بیژن رو دستش رفته. مصطفی آقاجانی، زاهدتبار، رضا زاهدتبار، مصطفی آقاجانی، رامینزه بین مدافعین. علی حمودی توپم چقدر خوب گرفت علی حمودی، شاید از بار تجربهش استفاده کرد. علی حمودی توپش هم بیرون میره. دوباره داماش از همون نقطه‌ای که بازی رو آغاز کرده باید با پرتاب این بار بازی رو آغاز کنه. بیژن یه جوری 1-2 کرد بازیکن تیم حریف. دوباره پاس به جلو. دیگه نمیپرن تو پا رو میزنن. علی مصطفی، سعید طالبی، آزاد جعفرزاده، خود آزاد، طالبی، بازم ارسالامون هم خوب نیست واقعا، میشه گفت مزید بر علت شده. پور مهدی زدنش داور حالا اعلام خطا کرد. روی ضربات شروع مجدد تقریبا کاری نکرده بود.
پوش طلایی سابه و مثل کرمان تنوازی این تنوازی که میشه گفت 2 تا بازی تا این ساعت برگزار شده. 17 و 30 یه بازی دیگه که سایپ آف وج باشه برگزار میشه، مثل سنگون و خیبر 18، چادر ملو مثل شهر بابک 18 و 15، شهر راز و خلیج فارس ماشر 18 و 30، نفت و گاز گشتاران دریای بابل کاسپیان بابل یا بابل کاسپیان فرق نمیکنه، نفت مسجد سلیمان آریو اسلام شهر پارس جنوبی و شهرداری آستارا هر 3 بازی ساعت 18 و 45 برگزار میشه. دوشنبه هفته آینده داماژی ها به مسافه خیبر خرم‌آباد میرن ساعت 17 و 30 دقیقه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد. یک شنبه 9 مهر چیز حدود 6 روز بعد در رشت ساعت 17 و 15 در همین عزادی به مسافه دریای بابل میرن. هفته ششم هم در آستارا با شهرداری آستارا 15 مهر دیدار میکنه تیم سیامک فراهانی. پشت توپ قرار گرفته پور مهدی، مستقیم فاصله که به یه بازیکن از آبی پوشان برخورد کرد، باز هم از بالا دروازه بیرون رفت. این بار علی مصطفی میره برای زدن کرنر. علی مصطفی میفرسته کردانی بدون هیچ گونه مزاحمت ولی با خطا. اوه اوه اوه. چه شک و پری هم میزنه یه جورایی، به اصطلاح میشه گفت کردانی روی زمین افتاده و احساس ناراحتی میکنه در بازمان تیم آبی پوشان جنوب. تشکرم داشته باشیم از همه دوستداران تیم داماش و مخاطبین عزیز سایت بارش اسپورت که بازی رو به صورت زنده و مستقیم از اینستاگرام و یوتیوب بارش اسپورت میبینن. ما تشکر ویژه به احترام هوادارا نگه داشتیم. آره ما اینستاگرام واقعا تمایلی نداشتیم با توجه به افت کیفیتی که خود الگوریتم اینستا ایجاد میکنه، اما به احترام هواداران داماش همچنان اینستا رو لایوش رو حداقل میاریم. به هر حال هنوز از روی زمین بلند نشده کردانی. تشکر ویژه دارم از همه شما عزیزان که تو این شرایط سخت اینترنتی بازی رو به صورت زنده و مستقیم تماشا کردید. 4 دقیقه هم از وقت اضافه سپری شده، حالا این 1 دقیقه هم اعمال بشه نهایتا 2 دقیقه دیگه وقت است برای داماش که به گل برسه یا حتی آیپوشان جنوب. علی فاتح تاثیر اول، ابوالفضل عکاشه حرکت رو به جلو، علاقه ای هم نداره آنچنان میخوان با آتش بزنن. مصطفی قاجانی و مشتاق بیژن همچنان عکاشه. یه کرنر نگرفت مشتاق بیژن، ضربه زیر توپ او آنچنان جوندار نیست. سیدالی یه تعویض دیگه هم در راه از یار شماره 17 میخواد بیاد به زمین از آیپوشان جنوب. پور مهدی یا خطا؟ نه خطا اعلام نمیشه. رضا زاهد تبار، انبساطی، مصطفی قاجانی حرکت کرد بهش پاس نداد، انبساطی میچرخه حالا سمت راست با رستمی کار میکنه. آزاد جعفرزاده آخرین بخت تیم داماش، آخرین موقعیت رسید به علی مصطفی یا رضا زاهد تبار، هیچ کدام تو هنوز بیرون نرفته. بله نشاطچو این آخرین زهرش هم ریخت قشنگ به ما. نشاطچو توپو نگه میداره و حالا همونجا پرتاب میگیره. محمد امین مروانی به زمین میاد و ادریس رحمانی با یار شماره 80 از زمین خارج میشه. اصلا این نتیجه مورد استقبال قرار نمیگیره. 3مین هفته پیاپی بدون پیروزی برای داماش و سیامک فراهانی در رشت.
تساوی 0-0 مساوی. داماش آیپوشان جنوب هفته سوم و هواداران ما که معترضن یه جورایی به سیستم داوری و وقت تلف کردن ها و عدم محاسبه. فکر کنم یه دقیقه هنوز جون داشت. البته ما میرم بگم آره دیگه با توجه به اینکه بازی تمام میشه ممکنه اینترنت ما هم قطع بشه. تشکر ویژه دارم واقعا. میشه گفت تنها حرفی که الان دارم اینه که من خودم از این نتیجه ناراحتم. هفته سوم توی رش حداقل انتظار داشتیم این تیمی که 2 هفته گذشته حداقل پیروزی نداشته، مشکلی هم توی یارگیری و نمیدونم کلی مشکلات انضباطی داشته، ما میتونستیم تو رش ببریم. به هر حال سومین کلین شیت برای تیم آیپوشان جنوب هست و هوادارهای تیم داماش هم که جالب اینجاست که هیچ کدام از بازیکن داماش هم به سمت هوادارا نمیرن. متاسفانه پیروزی حاصل نشد. موقعیتایی هم داشتیم اما متاسفانه نشد اون چه بشه. یه ذرم شلوغ شده، نمیدونم سکوی هوادارا، حالا دلیلش چی هستش نمیدونم. به هر حال بازم تشکر میکنیم. داماش عرض کنم حداقل میتونم بگم که بازی‌های بعدی داماش به چه صورت هست یه بار دیگه اینو بگم و با شما هواداران عزیز خداحافظی کنم. تصویر داریم ما هنوز علی؟ آره. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. ما هفته آینده روز دوشنبه 3 مهر به ورزشگاه تختی خرم‌آباد میریم تا با خیبر دیدار کنیم. خیبری که امروز با مثل سنگون در ورزخان بازی میکنه. داماش گیلان هفته بعدش یعنی یک شنبه 9 مهر در رشت به مصاف دریای بابل میره ساعت 17 و 15 است. اون بازی حالا ببینیم ساعتش تغییر میکنه یا نه. هفته ششم در آستارا روز شنبه 15 مهر. آره میریم به آستارا. در آستارا با میریم به آستارا. یه مقدار هواداران معترضن همچنان به کادر فنی دیگه. الان ما هم داریم تصویر سعی میکنیم بگیریم. ماشین چاوشی هم عصبانی هست. آره ما میتونیم بیام بشینیم ولی خب من صحنه رو حداقل ببینم. بیام اونور حداقل بتونم صحنه رو ببینم. تصویر خودت هم دیده میشه. آره یه سری از هوادارا معترضن به کادر فنی و افشین چاوشی که داره با صحبت میکنه. فکر کنم سیامک فرانی هم رفت داخل رختکن. متاسفانه خب انتظارات از تیم داماش مطمئنا بالاست، اونم تو این شرایطی که تیم خیلی خوب اومد تا اینجا و خوش رسون به لیگ دسته یک. به هر حال هوادار انتظار پیروزی داره از این کادر فنی و تیم. به هر حال متاسفانه امروز ما شرایط خوبی نبودیم و نتونستیم بازی جالب توجهی رو داشته باشیم. فکر کنم اونور هوادارا هم داشته باشیم. ما هم کم کم باید بریم پایین علی جان به کنفرانس مطبوعاتی برسیم ببینیم حالا سیامک فرانی که بازی قبلی نیومد به کنفرانس. بعید میدونم تو خب جامون اگه عوض کنیم. آره ما من میتونم خداحافظی کنم. آره تو میتونی خداحافظی کنی. من یه صحبت داشته باشم با آره هوادارا. تشکر کنیم واقعا ازشون. من خداحافظ برای بار چند تا. علی جان تونستی شما به کنفرانس برس تا من حالا اینجا رو جمع جور میکنم برسم. چه بازی بود. هنوزم هوادارا اینو میبینید که نشستن افسوس میخورن. ما هم نداریم یه حقیقتی. الان تو میگی کنفرانس، من واقعا حوصله‌اش رو ندارم، ولی خب به هر حال رسالت خبریه که باید انجام بدیم. ولی واقعا اون حوصله و انگیزه رو الان بریم مثلا چه صحبتی باشون بکنیم، چی میخوام بگم. و تشکر میکنم از تمام عزیزانی که توی لایو ما هستن، توی اینستاگرام، توی یوتیوب. امیدوارم که لذت که نبرد. چی بگم از مثلا دیدن بازی لذت بردین که نبردین. حرفی نمیمونه واقعا.
ما تمام تلاشمون رو کردیم این لایوی که داره برگزار میشه به هر حال فقط علی جان این پنجره با تیک بزنیم. امیدوارم که برون میاد. امیدوارم که در بازی بعدی بتونیم جبران کنیم. این لایو هم دیگه ببندم، واقعا نه خودمون عصبی داریم، فکر نمی‌کنم شما هم عصبی داشته باشید. کامنت های شما اینجا هست، حالا سعی می‌کنم که تو برنامه وارشتاک که چهارشنبه پخش میشه حتما کامنت های شما هم بخونیم. ممنون که با ما بودید. تا برنامه بعدی و پخش دیگر، خدا نگهدار.